بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام دارم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر تمام نعمتاش، به خاطر تمام آن زیبایی هایی که در اختیار ما قرار داده، به خاطر احساس های پاک و لذت بخشی که الله تعالی در وجود ما قرار داده، به خاطر اون وعده های والایی که به ما داده، به خاطر اون امید و ایمانی که در وجود ماست و به خاطر تمام آن چیزی که ما به اونها دل بستیم در راه رسیدن به خودش. در زندگی شاید غم، غصه من و شما رو زمینگیر کنه. بعضی از وقتها شاید زخمها، کاستیها، مصیبتها تحملش برای من و شما سخت بشه. در زندگی خیلی وقتها انسان وقتی که نگاه می اندازه به این طرف و اون طرف، ته دلش شاید احساسی به وجود بیاد که احساس زیبایی نیست. در زندگی دوری از عزیزان، از دست دادن خانواده، دوستان، آشنایان و اون کسانی که انسان به اونها محبت داره و علاقه داره، تحملش آسون نیست. در زندگی تحمل غربت، تحمل تنهایی، تحمل دوری سخته. در زندگی تحمل آزمایش هایی که در مسیر قرار میگیره بعضی وقتها بر دوش انسان سنگینی میکنه. در زندگی انسان طبیعت دنیا این گونه است که نمیتونه به خوشی های خودش هم دل ببنده. در اوج آسایش و آرامش تصور مرگ کاخ آرزوهای انسان رو براش خراب میکنه. اما در همه این حالتها، با وجود همه این آزمایش ها و سختی ها، یک احساس بسیار زیباست که تصور انسان رو به زندگی تغییر میده. یک بشارت وقتی که انسان به اون فکر میکنه و در عمق حقیقتش فرو میره و بال خیال رو باز میکنه و پرواز میکنه و میره به سمتش و نیمگشتی میزنه در اون و برمیگرده، یک انسان جدید میشه، سرشار از شور و شعف میشه، خوشحال میشه، انرژی میگیره، لبخند میزنه، از خوشحالی اشک شوق میریزه. نه اون اشکی که به خاطر غم و غصه و مشکلات و دوری ها میریخت. این بار اشک سردی از چشم میریزه به خاطر خوشحالی خبر این بشارت عظیم و بزرگ. تصورش انسان رو، تن انسان رو میلرزونه. یک بشارتی که به یقین بزرگترین بشارت و خوشحالی برای یک انسان در روی کره زمین. تفکر و تدبر در این موضوع مسیر زندگی انسان رو عوض میکنه. قدرت و توانی انسان رو بالا میبره. یک بشارت خیلی زیبا، بشارتی که من و شما به امیدش برای دست یافتن به اون تلاش میکنیم، به امید اون تحمل میکنیم مشکلات و سختی ها رو، و امید به اون
رنگ و روی دیگری به ما میده. نعمت بسیار عظیمی به پهناوری بهشت، نعمتی به نام بهشت که تمام نعمتهای الله تعالی رو، تمام خوبی‌ها و زیبایی‌ها رو به یک جا جمع داره. نعمتی که خود الله تعالی می‌فرماید ملکن کبیرا، یک پادشاهی بسیار عظیمه. تا به حال درباره بهشت چقدر فکر کردید؟ ما یقین داریم و جزء لاینفک ایمان ماست، از اصول اعتقادی ماست که مکانی به نام بهشت در انتظار من و توی بیننده است. مکان نه، ملک و پادشاهی. این هم نمیتونه حق مطلب را ادا بکنه. یک نعمت بسیار عظیمی به نام بهشت که الله تعالی اون رو عظیمیات کرده. الله تعالی دنیا و مافیها رو متاع بسیار اندکی ذکر میکنه، اگر کل دنیا در اختیار یک نفر باشه هم، اما بهشت خودش رو وقتی توصیف میکنه میفرماید و ملکن کبیرا، یک پادشاهی بسیار عظیم و بسیار بزرگ. چقدر درباره بهشت حالا فکر کردید؟ در این برنامه چند تا سوال در ابتدا من مطرح میکنم و دوست دارم که با روح و جانتون دربارش فکر بکنید و جوابهایی هم درباره همین سوال به دست ما تا الان رسیده که مطرح خواهم کرد. بعد از اینکه اولین قدم رو در بهشت گذاشتی چه احساسی خواهی داشت؟ تصور کن الان اولین قدم رو در بهشت میگذاریم، من و تو انشاءالله. الان من و تو در بهشتیم، وارد شدیم در بهشت بعد از یک مسیر پرپیچ و خم، بعد از دنیا، بعد از مرگ، بعد از سختی های قبر، بعد از اون مشکلات روز قیامت، 50,000 سال یک روز، بعد از حساب و کتاب، بعد از اون دلهوره و ترس، بعد از اون اضطراب، بعد از گذر از روی پل صراط، بعد از دیدن جهنم زیر پا، همه این دلهوره ها و سختی ها تموم شده. الان من و تو ایستادیم دم در بهشت و پا میگذاریم پای راست خودمون رو در داخل بهشت. چه احساسی داری الان؟ این لحظه بیاری الله متعال اتفاق خواهد افتاد و از الله آرزومندیم که توفیق ایمان رو تا آخرین لحظه برای ما نصیب بکنه تا تجربه کنیم. اون لحظه چه احساسی خواهی داشت؟ اولین لحظات بهشت خودت رو چگونه سپری خواهی کرد؟ این دو تا سوال رو جوابهایتون رو خواهیم داشت در خلال این برنامه و برنامه هایی که بعد از این خواهیم داشت در این موضوع انشاءالله. و تا به الان ما حدوداً 14-15 ساعت قبل از شروع برنامه برای شما عزیزان در واتساپ کانال و در تلگرام عزیزان سوال رو مطرح کرده بودن و در صفحه فیسبوک هم این سوال هست، میتونید پاسخ بدید و 16 صفحه‌ای فعلا دست من رسیده از پاسخهای شما و از احساسات و عواطف زیبای شما که با ما در میان گذاشتید. از این احساس زیبا قبل از این که من این پیام ها رو بخونم چند تای از اونها رو اجازه بدید که همراه همیشگی خودمون رو که امروز انشاءالله به همراه ایشون و با امامت و رهبری ایشون انشاءالله مسیری به سمت بهشت باز خواهیم کرد و یک گشت و گذاری در بهشت به همراه شما عزیزان خواهیم داشت. جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز رو عرض سلام و ادب و احترامی داشته باشیم. برگردیم باز من چند تایی از پیام‌های شما رو در ابتدا داشته باشم تا در خلال برنامه بقیه پیام‌های شما رو هم اگر داشتیم و فرصت کردیم ان شاءالله بهش بپردازیم. جناب دکتر عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما در این سفر بهشتی.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و خدمت تمامی دستاندرکاران شبکه و خدمت بینندگان عزیز و یادش بخیر روزایی که تو بهشت بودیم. خاطرات اون روزا رو با هم مروری میکنیم و خیلی واسه هم جالب خواهد بود که بدونم شما عزیزان از اون خاطرات چی در چته دارید، چطور این خاطرات اون روزایی که تو بهشت بودیم رو به اصطلاح یادآور میشید و به امید آینده، به امیدها چطور دلبندی دارید و چطور تصوراتتون چی هست و میخواهید در بهشت چه کار کنید و حداقل با هم مروری کنیم که چطور بتونیم برگردیم بهشتی که توش بودیم. در خدمت شما هستم. خدمت از ماست انشاءالله. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز به آنجا رویم که آنجا ملک ماست. باز به آنجا رویم که آنجا ملک ماست. چند تایی از پیام‌های شما رو من در ابتدای برنامه داشته باشم. عزیزی فرمودن که الله الله چه سؤال بزرگ و زیبایی. چقدر سؤال بزرگ و زیبایی. حقیقتا این سؤالیه که پاسخش هم به عظمت خود نعمت به اندازه بهشته، اما فکر کردن به این سوال هم زیباست. تصور و تخیلش هم یقینا زیبا خواهد بود. برادر عزیزمون طلحه جان گفتن که سلام علیکم، من این جملات رو خواهم گفت. ایشون اون لحظه که وای میستن انشاءالله در بهشت میخوان این جملات رو بگن: خدایا تو را سپاس که لایق سپاسی و وعده تو حق است و ما را به رحمت خودت در بهشت داخل نموده. ایشون همون لحظه اول میخواد تشکر بکنه از الله تعالی. بیننده عزیز دیگری با 4 شماره 9889 فرمودن که به محض ورود مشتاق دیدار الله جل جلاله و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. عاشقان دائم لقای دوست می دارند. دوست در غم و راحت رضای دوست می دارند. دوست وعده دیدار چون در جنت آید، لاجرم عاشقان جنت برای دوست می دارند. دوست. ماشاءالله چه تعبیرات زیبا و چه احساسات زیبایی. بیننده دیگری فرمودن که به دیدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواهم رفت. ایشون این دوری و فراق رسول صلی الله علیه و سلم برای ایشون و حتما برای همه ما شما انقدر اونجا دیگه جاییه که در بهشت میشه حضرت علیه السلام رو دید. دیگه نیازی نیست انسان در صف بایسته و به نوبت بایسته تا کی نوبتش برسه که سفر عمره نصیبش بشه، تا کی حرکت کنه، تا کی بره، تازه اون هم برسه به مسجد رسول صلی الله علیه و سلم، نه به خود ذات نازنینش، تازه برسه به مدینه منوره و جای پای ایشون قدم بگذاره. الان در بهشت دیگه بو و حال و هوای محمدی علیه السلام روان هست. و جالبه که برادر عزیز دیگری با 4 شماره 2460 921 فرمودن که میخوام با یکی از اون هورا ازدواج کنم. برادر عزیزم ازدواج نمیخواد که قربونت برم، مال تو هستن دیگه. وقتی شد هور دیگه خواستگاری نمیخواد که اونا خانمای شما هستن. شما وقتی انشاءالله تشریف بردید، ظاهرا ایشون شاید در دوران مجردی هم قرار دارن، خیلی علاقمندن که متأهل بشن زودتر و با یکی از اون هورا، و اشاره به دور هم کردن، شاید نظرشون اینه که خیلی براشون دوست داشتنی است، با یکی از اونها ایشون میخوان ازدواج کنن. شاید هم منظورشون از ازدواج کنایتاً همون ابراز احساسات بوده که با این تعبیرات کردن. انشاءالله که الله تعالی همه دوستداران هوران رو به اونها برساند انشاءالله. و باز بیننده دیگری فرمودن که
با 4 شماره 0513. سلام علیک. به نظر من بالاترین احساسی که میتوان داشت در روز اول بهشت دیدار با الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چه احساسی بالاتر از این که انسان محبوب خود را ببیند که الله هست و او را خلق کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم را نیز مشاهده بفرماید. بیننده دیگری فرمودن که سلام، اگر قسمتم بشه با تمام وجودم فریاد میزنم خدا، 10 تا الف گذاشتن بعدش که این نشان از مد این احساس داشته و میگم عاشقتم، دوستت دارم. این رو اونجا دیگه وقتی که میره انسان واقعا هم کنترل احساسات در اون لحظه آسان نخواهد بود. انسان وقتی که بعد از این لحظات سخت، یعنی ما قبل از اینکه وارد بهشت بشیم روزهای سختی هست، به هر حال قبر و قیامت و برزخ و فاصله بین خود قبر تا قیامت کی بشه و باز خود روز قیامت و اون سختی های حساب و کتاب و ترازو و پل صراط، بالاخره واقعا هم انسان نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. وارد بهشت که بشه همونجا یک فریادی میزنه از اعماق وجودش و اون احساسات درونی خودش رو مطرح میکنه دیگه. ایشون اینجا داد بزنید انشالله اون حاج خانوما هم دیگه، اون حورها هم میشنون صدای شما رو و سریع میان پیش شما انشالله. و بیننده دیگری فرمودن 918 با 4 شماره 0615. سلام، اولین روز بهشتم، فقط میشینم و خالقم رو نگاه میکنم فقط. چقدر زیبا، چقدر قشنگ و چقدر این احساس زیباست. احساسی که انسان بعد از عمری بندگی و سر به سجده گذاشتن و نوکری و افتخار نوکری الله تعالی، انسان در بهشت اونجا به سمت خدای خودش نظاره‌گر باشه. واقعا هم اگر در اون لحظات اول بهشت این فرصت میسر بشه و این نعمت میسر بشه، انسان غیر از این کار دیگه‌ای هم نمیتونه بکنه. یعنی دیگه همه اینها به هر حال احتمالش هست که اتفاق بیفته. و برادر دیگری فرمودن که برام غیر باوره که الان توصیفش کنم، خیلی سخته برام، ولی انشاءالله قسمت هممون بشه انشاءالله که الله تعالی قسمت من و شما و همه بینندگان عزیز بفرمایید. من فقط اونایی که مختصرتر هست رو میخونم، حالا باز مفصل ترش بماند برای بعدی. اجازه بدید من این فعلا به یک پیام دیگه هم اکتفا بکنیم تا بحثمون رو با جناب دکتر آغاز بکنیم. یک سری بریم بهش، باز برگردیم انشاءالله، باز همچنان در خدمت شما هم خواهیم بود با پیام های شما. سلام علیکم. و علیکم السلام. 915 0321 4 رقم آخر. امید رفتن به بهشت را داریم، با امید آن لحظه که قدم به بهشت بگذاریم. در آن لحظه این دنیای فانی را با تمام غم و اندوهش فراموش میکنیم. انگار که عمر در این دنیا نیم روز بوده و التماس دعا و تصورش خیلی سخته. انشاءالله که برای من و شما نصیب بشه این لحظه که اونجا بریم. شما چی میگید؟ شما چی کار خواهید کرد؟ اولین قدمی که در بهشت میگذارید و اولین روز بهشت رو چگونه سپری میکنید؟ حالا بعضی از دوستان میگن شب و روز نداره، اولین لحظات به هر حال بهشت همش روز است. اینو ان شاءالله با صحبت خواهیم کرد در خلال بحث. ما فعلا تازه میخوایم با شما وارد بهشت بشیم و همون اول تازه داریم از همین اول احساساتمون رو بیان میکنیم. شما هم حتما با ما مشارکت خواهید کرد در موضوع برنامه، از راه‌های ارتباطی که عزیزان برای شما روی صفحه خواهند گذاشت در خلال برنامه. جناب دکتر، با عرض پوزش از این که ما مقداری ما و این بینندگان عزیز احساساتی شدیم، رفتیم این طرف اون طرف دنبال هور و بعد کمی فریاد زدن ها و کمی اون حس و حال بهشت که میرسه، انسان واقعا نمیدونه که چی باید بگه و چه کار باید بکنه. برامون از این بهشتی بگید که هوش از سر همه ما پرنده. با عرض سلام خدمت شما خوبان. حقیقتش من از اینی که ما داریم اولین بار به بهشت میریم، من که این حرف رو قبولش ندارم اصلا.
ما قبلا بهشت رو دیدیم و تجربهش هم کردیم. این حرف واسه این میزنم که یادم اومد وقتی شما داشتید موضوع رو مطرح میکردید، یادم اومد قصه اون صحابی خوشذوق حذیفه ابن ثابت بود غالبا. بله، خزیمه ابن ثابت انصاری. یه روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از یک دهاتی یک شتری، یک اسبی خریده بودن. خرید فروش تموم شد، مبلغ اتفاق شد، حالا بریم پولشو خونه به شما بدم. بر همین مسیری که میرفتند افرادی اومدن، پیامبر کم جلوتر بود، این به اصطلاح دهاتی پشت سر بود صاحب اسب، و کسایی اومدن اسب تو چقدر فروشه؟ که بابا بیو من بیشتر میخرم فلان و الان. این دید که بله مشتریای بهتری گیر میاند یا امکان داره که به اصطلاح بتونه پول پناه بیشتری دستش بیاد، لقمه چربتری پیدا کرد، لقمه چربتری دستش بگیره. به اصطلاح صدا زد رسول الله صلی الله علیه و سلم که یا محمد اگه نمیخوای اسبو بخری همین تو بگو دیگه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعجب کرد که ما که معاملمون تموم شده بود، الان شما میایید که پولو بگیرید؟ گفت که نه، ما با هم معامله ای نداشتیم. ای بابا. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم موندن که چه بگن. گفت اگه واقعا ما معامله ای داشتیم خب شاهدت کو؟ اینجا بود که خزیمه همونجا بود و سر رسیده بود، گفت که من شاهدم که شما فروختید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این دخالت خزیمه در این وضعی که مردم جمع شده بودن، طرف داره انکار میکنه، خزیمه اومد شهادت داد. خیلی برای پیامبر جالب بود که خزیمه که تو نبودی چطور این شهادت رو میدی؟ ازشون پرسیدن، گفتن که یا رسول الله، ما شما رو در خبر آسمون قرآن میارید، خبر آسمون رو میارید، خبر بهشت و جهنم رو برای ما تعریف میکنید، تو اونا قبولتون داریم، این مسئله به این به اصطلاح سادگی رو ما نتونیم شهادت بدیم که نشد، ما بزرگتر از این شو داریم شهادت میدیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این درایت و از این فقه خزیمه خیلی خوششون اومد و گفتن که فرمودن که خود فرموده پیامبر بعدا شد معجزه. در بعد از رحیل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که خزیمه ابن ثابت شهادت و گواهیش به اندازه 2 شهادت هست، به اندازه 2 نفر هست. و این حکایت رو بعدا در حکایت جمع قرآن، حکایتش طولانی هست، دوستان میتونن مراجعه کنن در کتاب‌های جمع قرآن، که مثلا شرط و شروطی که حضرت ابوبکر گذاشته بود که باید هر کسی که به اصطلاح آیه‌ای داره باید 2 شاهد هم داشته باشه. اونجا بود که این شهادت خزیمه به عنوان 2 شهادت به اصطلاح اعتبار پیدا کرد. واسه همین من میگم که همه اون چی که از بهشت به اصطلاح جلوی روی ما هست، همه اینها در واقع ما اینا رو دیدیم. اون چی که در قرآن هست ما اینا رو دیدیم و لمسش کردیم. اون چیزی که به اصطلاح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما دیدند و به اصطلاح نقل کردن، همه اونها رو ما عینهو به چشم سر دیدیم. اما جالب بود برام این دوستایی که به اصطلاح شما پیاماشون رو میخوندید که بله آقایونی میخوان که همین که رسیدن به اصطلاح به بهشت یهو برن سراغ حورالعین. تا این پیام رو شما خوندید من یاد تصاویری از قرآن کریم افتادم. واقعا قرآن کریم زیباست در تصویر، در همه تصاویرش و بخصوص در تصاویری که از بهشت میدیم. تصاویر قرآن کریم در واقع لمس میکنه اون سختی ها و اون به اصطلاح قضایای روحی افراد رو. هر فردی یک دردی داره. طرفی که به اصطلاح همین که به سن بلوغ رسید، تو جامعه‌ای بود به اصطلاح پایبند، توستا، پدر مادر با همت، بچه 18 ساله رو زن دادن، بعدش هم که خودش همتش بالاتر بود 20 ساله شد زن دیگه ای گرفت، 24 ساله شد زن دیگه ای گرفت. به هر حال قضیه به اصطلاح حرمان از این عاطفه رو اصلا تجربه نکرده. این آقا مثلا بهش بیای بگی که در بهشت حورالعین هست و اینا، شاید به هر حال چشمگیر هست، شوقش رو بر میندازه. اما اونطوری که مثلا جوونی که مونده 24 ساله شده، 30 ساله شده، ترشیده،
نتونسته به اصطلاح زنی گیرش بیاد، این تا بگی که به اصطلاح تو بهشت حورالعین هست، همین پیام این برادر عزیزمون میشه که بله تا من به بهشت برم اولین کاری که میکنم همین حورالعین رو به اصطلاح محکم میگیرم بغلم. در قرآن کریم وقتی میبینیم در سوره به اصطلاح رحمان، سوره رحمان که سوره به اصطلاح عروس قرآن هست، در این سوره ما میخوانیم تصاویری از همین حورالعین ها، فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس ولا جان، یعنی در این به اصطلاح بهشت حورایی هست که به اصطلاح بسیار بسیار با عفتن و هیچ انسانی نه جنی با اینها قبلا آمیزشی نداشته، ازدواج نکرده. الان همین جوونی که به اصطلاح همچنین داغ عاطفه هست، حالا برنامه هم سفره دل هست دیگه، اجازه بدید ما هر چی دلمون بخواد بگیم تو دل جوونا رو خوش کنیم. شما هر چی دلتون بخواد بگید، بعد دیگه باز جوابشو من باید بدم بعد برنامه، راحت باشید. این جوون ما به اصطلاح دیگه الان حوری میخواد. حالا میگیم که بابا یه حوری هست، یه خانمی وسط به انتخاب کردیم اما بیوه‌زن هست، فوراً دادش به هوا میاره. بابا 30 سال آزگار صبر کردم که بیایی به من به اصطلاح بیوه‌زن بدید، یا نمیدونم یه خانمی هست که به هر حال چشمشون ور اون ور میچره، فوراً دیگه واکنش نشون میده. برای این قرآن کریم میگه نه خیالت راحت باشه، اونجا فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس ولا جان، بعد بهش تذکر میده فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یکی از این نعمتهای خدا رو تو میتونی تکذیبش کنی؟ یا کأنهن الیاقوت والمرجان. دیگه قرآن کریم وصف میکنه حورالعین ها رو. این موارد رو در قرآن کریم داریم برای این گونه از افرادی که به اصطلاح همچنین حالتی رو در زندگیشون به اصطلاح تجربه کردن. حالا جناب دکتر تا از این موضوع حورالعین بیرون نرفتیم، فقط به مجردا میدن یا نه متأهلا هم میدن؟ حالا خب شما گفتید که مجردا زیاد تقاضا دارن و طالبن این موضوع رو، خب بالاخره متأهلین هم بعدشون نمیاد اونجا. طبعا متأهلین بعدشون نمیاد، اما من برای اون مجردای بنده خدایی که به اصطلاح مقداری تأخیر میندازند ازدواجشون رو، احیانا یک دلسوزی بکنم با این برادرای عزیزم که عزیز جان گل، درسته که حورالعین هست و حورالعین هم وصفش در قرآن کریم در احادیث به هر حال دیگه بالاتر از اون چیزیه که من بتونم اینجا براتون بگم. اما یادتون نره شما این که به اصطلاح ازدواج کردید، متأهلا هستید، خوش به حال شما. چرا؟ چون که در روز قیامت بنا به توصیفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن، این خانم شما دیگه میشه سردار حورالعین. یعنی هرچی حورالعین هست در مقابل زیبایی و جمالی که خداوند متعال به همسرتون عطا میکنه و اونایی که چند همسر دارن خوش به حالشون بیشتر بشه به همسراشون عطا میکنه، حورالعین در مقابل اونها هیچند. حورالعین به اصطلاح به اونها حسادت میکنن. یعنی خواهرایی که الان به هر حال متأهل هستن و شوهر دارن زیاد نگران نباشن از جریان حورالعین و این طرف، که اونجا هم که برن به هر حال حورالعین‌ها از اینا پایین‌ترن. به مراتب حورالعین‌ها به اصطلاح اصلا جای به قیاسشون نیست. یا یه جور دیگه بگیم جناب دکتر که حالا حورالعین زیر سوال نره، خب یعنی اینا از حورالعین‌ها زیباتر میشن، خوشگلتر میشن و در هر دیداری که همسرشون باشون داشته باشه به اصطلاح بر زیباییشون 200 چندان افزوده میشه. تصور به اصطلاح حسادت اونجا کلا منفی هست. اونجا به اصطلاح یعنی از این درگیری‌های بین حوا و این زن اول و دوم اینا هیچ خبری نیست اونجا دیگه. خیلی در بهشت دیگه این مسائل دیگه حل شده است. در مورد به اصطلاح این از اون دسته از افراد باز میایم در مثلا یه تصویری دیگه از قرآن کریم در سوره محمد آیه 15 رو با هم اگر ببینیم، قرآن کریم میفرماید مثل الجنة التي وعد المتقون. البته در تمام این تصاویری که قرآن کریم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما نقل میکنن از بهشت، همه این تصاویر برای نزدیک کردن معنا و مفهوم هست برای ما. یعنی ما تصویری که داریم تصویری نزدیکتر به واقع باشه.
بله یه نزدیکتری به اون فهم ما که ما به اصطلاح بیایم این رو بفهمیم، اما این رو در تصورمون هم داشته باشیم که به اصطلاح تصویر کلی بهشت این است که فیها، در حدیث قدسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خداوند نقل می‌فرمایند که فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. هیچ چشمی چون آنچه در بهشت هست رو ندیده و نخواهد دید، توانش رو نداره. هیچ گوشی نشنیده و یعنی هیچ وصف درست کاملی نیست و هیچ انسانی نمیتونه اون رو تصور کنه. یعنی الان ما هر چه رو بخوایم تصور کنیم از بهشت، پس اون نیست در بهشت. چرا؟ چون که ما اینو تونستیم تصور کنیم. اون چیزی که مثلا در بهشت هست به مراتب و مراتب از اون بالا و بالاتر هست. در سوره محمد بودیم آیه 15 که حتی خود قرآن کریم میفرماد مثل الجنت، یعنی مثالش هست و اون واقعیت از این چیزها به مراتب بالاتر هست. مثل جنت التي وعد المتقون، به متقیان این بهشت وعده داده شده. فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغیر طعمه و انهار من خمر لذة للشاربین و انهار من عسل مصفى. حالا شما تصور کنید افرادی که به اصطلاح در زندگی از محرومیت ها به اصطلاح به تنگ اومدن، افرادی که به اصطلاح سختی ها کشیدن، نه آب آشامیدنی درست، نه غذای درست، نمیدونم، نه همه این سختی ها رو میکشن، با این وجود تحمل میکنن. وقتی که این آیه قرآن کریم رو میخونن ببینید با چه عشق و شوق و علاقه ای به طرف مثلا بهشت به اصطلاح جذب میشن. اونایی که در زندگیشون به اصطلاح سختی ها دارن در اینو زندگیشون. جناب دکتر ترجمه نکردید برامون، اینو ترجمه کنید که ما این جریان ترجمهش که در بهشت به اصطلاح رودهایی هست از آب زلال، آب آشامیدنی به اصطلاح زلال، از نمیدونم شیرها و از شیرهای صاف و زلال، از عسل، از همه نعمت‌های به اصطلاح بهشتی، اون نعمت‌هایی که جانب به اصطلاح خورد و خوراک و اینجور مثلا افرادی که مثلا از این ناحیه براشون مهم هست، این مسائل به اصطلاح درشون محرومیت بوده، اینها رو مثلا قرآن کریم براشون مطرح میکنه. این افراد گمان نکنیم که به اصطلاح کم موقعیتی دارند. اینها در حدیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه از افرادی که وارد بهشت میشن، اونهایی هستند که در زندگیشون در یک فقر، در یک ناداری معین، در یک محرومیت هایی به سر بردن. با وجود این محرومیت ها خیلی خواسته ها و آرزوها و اینها داشتن که مردن و هیچی از این خواسته هاشون به اصطلاح بهشون دست نیافتن. اینها از جمله اولین افرادی هستند که وارد بهشت میشن. فرشتگان میگن که یا رب، ما فرشته های تو بودیم، ما نمیدونم همه کارا و امور دنیا و چرخوندن این فلک رو ما به عهده داشتیم. همه این حکایت ها و این آقایون قبل از ما میرن بهشت. خداوند متعال میفهمن بله، اینها همون انسان هایی بودند که در محرومیت ها بودند، با تمام اینها ساختند و خیلی از آرزوها داشتند که اینا رو برآورده کنند. این آرزوها و خواسته هاشون برآورده نشد. این گونه افراد در این به اصطلاح منزلت هستند و این همه بیانگر این هست که ما در این دنیایی که هستیم چقدر خداوند به فکر ما هست و چقدر هر سختی که برای ما هست در واقع نعمتی هست و حکمتی در اون نهفته است. در وصفی که برای این افراد بسیار های اهمیت هست در سوره فاطر آیه 33 قرآن کریم از این گونه افراد حرف میزنه. اینها براشون چی هست؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. اینا دیگه داد میزنند از خوشحالی. اونا کیا هستن؟ همین افرادی که بسیار تو زندگی سختی ها داشتن، خستگی داشتن، کار و تلاش و بدبختی و همه اینا و ناراحتی ها و نگرانی ها و دلرنجی ها و فلان اینا وقتی که داخل بهشت میشن، اونجا دیگه استقبالشون استقبال همه اون محرومیت ها برداشته میشه.
اینی که اصلا در تصورش طلا و نقره اصلا نبود، الان اونجا با طلا و نقره به اصطلاح زینت داده میشه. علنگوهای طلا و لؤلؤ و لباس حریر و ابریشم به تنش میکنن. اینا دیگه داد میزنن از خوشحالی که الحمدلله، خدا رو شکرت که اذهب عنا الحزن. همین برادری که گفته بود وقتی من برم تو بهشت بگم خدایا شکرت، همین است که این وقتی وارد بهشت میشه میگه الحمدلله. حتی وقتی که در سوره فاطر میخونی دلت نمیاد که بگی قالوا الحمدلله، باید بگی وقالوا الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، که خداوند این حزن و اندوه رو از ما برگردون و برداشت و خداوند غفور و شکور هست. الذی احلنا دار المقامة من فضله. به اینا خداوند و این جای به اصطلاح رستگاری رو از فضل و کرمش، ما که لیاقتش رو نداشتیم اما خداوند داد. لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. اینجا دیگه هیچ سختی نیست، هیچ درد و رنجی نیست. آهای بچه ها رو، یعنی این کسایی بودن که به اصطلاح تو زندگی چه سختی ها کشیده بودن. همون پیامی که به اصطلاح تو واتساپ ها استاد انصاری از اون خانم محترم لارستانی گذاشته بود که به اصطلاح چه سختی ها تو زندگی کشیده و میکشه. ایشون وقتی که به اصطلاح به بهشت برن دیگه حکایتشون همین حکایت آیات 33 تا 35 سوره فاطر هست. در مورد دیگه مثلا یک تصویر دیگه هم با هم بگیریم از سوره مثلا الرعد آیه 23 تا 26 رو ببینیم مثلا اینجا چه حکایت هست. همون در ابتدای برنامه شما فرمودید که افرادی هستند که از خانواده هایشون دورند و به اصطلاح سختی ها میکشن. الان مادر آقای سلیمانی چه دلرنجی هایی داره که بچه‌م کجاست، چی وضعش چطوره، عروسم کجاست و فلان. همه این دوستایی که از خانواده هاشون دورند، همه برادرایی که از هم دورند، مسیر زندگی اونها رو دور کرده، سختی های زندگی اونها رو دور کرده، به اصطلاح مسیر دعوت به سوی خدا باعث شده که اینا هجرت کنند و از خانواده هاشون دور بشن. اینها رو باز ببین که چی دارن. اینا هم جنات عدن یدخلونها، در این به اصطلاح بهشت‌های جاویدان داخل میشن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدراشون اونجا هستند، همسراشون هستند، برای بچه‌ها و ذریه‌شون هستند همه. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه از هر طرف میان و از اینا به استقبال میکنن و بهشون میگن سلام علیکم، به به خوش اومدید، به ما صبرتم فنعم عقبی الدار، شما صبر کردید به اصطلاح در راه خدا استقامت کردید، اینها همه واسه شما. در سوره زمر هم میبینیم وسیق الذین اتقوا الی ربهم واتقوا ربهم الی الجنة زمر، اونهایی که از خداشون تقوا رو اختیار کردن روز قیامت گروه گروه برانگیخته میشن. این گروهی خودش طعم خاصشو داره. شما تصور کنید کسی که به اصطلاح تصور کنه وای اگه من برم بهشت بابام نباشه، برم بهشت این خانومم که اینقدر به من آمیخته بود، اینقدر به من لطف داشت، این همه در مسیر سختی ها با من بود، که نکنه خدا نکرده اونجا نباشه، من چطور کنم، چه کار کنم؟ دوستام، رفیقام، به اصطلاح خیشام اگه اینو نباشن، بچه‌ام اگه نباشن، بهشت نمیچسبه. اون کسی که همچین تصور که داره به اصطلاح این سختی ها رو داره، اون مادری که مدت ها از بچهش دور شده میخواد که این خانواده دور هم باشن، برای اینا خداوند متعال این تصویر زیبا از بهشت رو میدن که نه خیالتون تخت باشه، همتون فقط یه شرط، همتون راه درست رو پیش برید، صالح و نیکو باشید، همتون روز قیامت دور همید. و این صفا و صمیمیت دور هم بودن خیلیه. ببینید در یک حدیثی ما داریم که حتی دوستی وارد بهشت میشه و اونجا به اصطلاح میگرده که دنبال فلانی که ما با هم خیلی دوست بودیم، خیلی صمیمی بودیم، ای بابا این کجاست؟ میپرسه این ور اون ور، آقا تو بهشت نیست، تو جهنمه. دلش میگیره، میگه که خدایا والا این بهشت و خوبیاش همش رو چشم، همش به قبول، اما دلم برای فلانی تنگ شده، فلانی با من نباشه اصلا یک چیزی کم دارم. خداوند متعال فوراً دستور میده که آقا فلانی رو از جهنم وردارید بیایید. وقت میارنش به خاطر همین خواسته این آقا. چرا؟ چون که در بهشت هر چه خواسته شما هست برآورده میشه.
این خواسته آقا برآورده میشه. حتی اون افرادی که تو جهنم بودن با اون بنده خدا میگن این مثل یه پرتیش خیلی کلوف بود از اینجا رفت، حتما یک پیامبری وضعی که این داشت که وضع فلاکتی بود، حتما پیامبری کسی شفاعتش کرده، یا بابا شهید شده، برادر شهید شده، کسی شفاعتش کرده. بهشون میگن نه بابا، این رفیقی داشت، یه رفیقی شفاعتش کرد. اینقدر به اصطلاح قضیه دور هم جمع شدن، دور هم بودن، اینقدر مهم هست. جناب دکتر اجازه بدید حالا تا از این تصویر خارج نشدیم، چون پیام‌های مرتبط به این موضوع هم داریم. من دوست دارم که کمی بیشتر روش صحبت بکنیم، چون واقعا موضوع بسیار زیبایی است و خیلی احساس نگرانی میکنن از این موضوع، دوری از دوستان و احباب و خانواده. بیننده عزیزی فرمودن که من احساس میکنم که خداوند جل جلاله بزرگتر و بخشنده تر از تصورات دنیای ماست که یقینا این گونه است و انشاءالله اولین روز را به دیدار حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خواهم رفت و به دنبال پدر و مادرم خواهم گشت. این رو جناب دکتر مد نظرتون باشه، جریان پدر و مادر رو در کلام این برادر عزیزمون. و بیننده دیگری فرمودن که سلام بر برادران محترم، علیکم السلام. توصیف این احساس با کلمات میسر نیست. در اون روز من از خدایم شاکر خواهم بود. اگر در بهشت باشم و یک عضو از خانواده‌ام نباشن، من روز اول در بهشت فقط دعا میکنم که اون رو الله تعالی به بهشت بیاره و کنارم باشه. این همینطور که یکی از اعضای خانواده رو میگه و یکی از این سوالای سفره دلی خودمونم که غالبا همیشه ذهن این جوانهای ما رو مشغول کردم هست. و فرمودن که حالا دو تا موضوع مرتبط، یکی فرمودن که بیننده روز اول بهشت دوست دارم به جای تمام حورهایی که در بهشت برای من وجود دارد از خدا کسی را طلب کنم که در دنیا نتوانستم به او برسم. و ایشون دیگه حالا انقدر دیگه اینجا علاقمند بوده و ظاهراً به اون شخصی که ایشون دوست داشته نرسیده و دوست داره که برادری است که ظاهراً به خواهری علاقمند بوده نرسیده، دنبال بهشت حورا رو بیخیال میشه، میگه باید ایشون رو میخوام. این هم داشته باشید تو سوال جوابش رو. و سلام، آیا کسی عاشق باشه در دنیا و فقط به خاطر الله عشقش رو رها کرده باشه، آیا در بهشت به عشقش میرسه یا نه؟ اینها دغدغه هایی است که حالا یکی دو تا سوال داشتیم در خلال این احساسات که یکیش این بود. و چیزی که مشهود جناب دکتر، الان ما وقتی صحبت از بهشت میکنیم و شما فرمودید همون قاعده کلی که در قرآن کریم ذکر میشه درباره توصیف بهشت، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، در بهشت هر آنچه که شما تقاضا بکنید و هر آنچه که شما اراده بکنید به شما داده خواهد شد. آیا موارد این چنینی که ذکرش گشت هم تحت این قاعده کلی قرار خواهد گرفت؟ بله، اما من امیدوارم که این جوون رعنای ما که فرمودن که وقتی من وارد بهشت میشم از خدام اون کسی رو میخوام که در دنیا خواستم و بهش نرسیدم، امیدوارم که مردونه رو قولت وایسی و اونجا تا رسیدی به بهشت دیگه زیر قول نزنی تا خورا رو دیدی دیگه. و اسم این حور دنیا از یادت نره. و اسم این حور دنیا که چی، اسم خودت از یادت نره. خب امید است که واقعا مردونه رو قولت باشی و من هم برات امید دارم که انشالله حتما به اون ولکم فیها ما تشتهی انفسکم خواهی رسید. اگه یادشون نرفت و هنوزم بعد از دیدن اون حورهای بهشتی همچنان تصویر ایشون از ذهنش فرمت نشده بود و فرمت نشد، انشالله تقاضا کرد الله بهش میده. واقعا اونجا دیگه مخ آدم از کار میفته. این حرف شما منو به یاد اون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انداخت که وقتی که خداوند برای یکی از بندگانش رحم میکنه و اون رو قبول میکنه و میگه که به اصطلاح حتی گناهانش رو برگردونید به جاش به اصطلاح ثواب کنید، اونجاست که به اصطلاح دستور میده همه ثواب میشن. بعد اون بنده میگه که بله یادتون رفته من اونجا یه گناهی کرده بودم اینو هم بذارید. خب این فردی که به اصطلاح میخواد که از اونجا استفاده درست بکنه. در مقابل این اون تصویر دیگر رو داریم که خداوند متعال به بنده، آخرین بنده‌ای که وارد بهشت میشه، بهش میگه که چه میخوای طلب کن، هر چه بخوای بهت میدیم.
میگه بله این چنین میخوام هر چی میخواد براش میدن. بعد خداوند متعال عقلش نمیرسه، خب مونده، بهش میگه که فلان چیزو نمیخوای؟ میگه بله میخوام، بهش بدید. فلان چیزو نمیخوای؟ میگه بله، بهش میدیم. فلان چیزو نمیخواد. در روز قیامت همچنین حالتی هست. به اصطلاح دیگه این دوستمون انشالله رو قولش وایسه. اون عزیزی که فرمودند که عاشق بوده و تنها برای به اصطلاح خدا اون مورد رو ترک کرده، برای اون این تحفه رو از زبان حبیبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دارم که فرمودن من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. اون چیزی رو که شما برای خدا ترک کنید، قبل از اینکه در بهشت بهتر از اون به شما داده بشن، تو دنیا هم خداوند بهتر از اون رو یقینا به شما خواهد داد. پس خیال تخت باشه. اما اون عزیزی که فرمودند که من اولین کاری که میکنم به اصطلاح میرم پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ایشون هم منو به یاد اون صحابی انداخته بودن، یکی از صحابی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بچهای انصار. ایشون همچنین چند روزی انگار که کشتیش غرق شده بود، هی تو خودش بود، ناراحت، غمگین. این بیانگر عشق و محبت این دوستان هست به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ایشون میگه اولین کاری که میکنم تو بهشت میرم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببین چقدر عشق دارن، چقدر محبت دارن. حورالعین از یادش رفت، پدر و مادر از یادش رفتند، عزیزا از یادش رفتند، عشق و عاشقی از یادش رفت. چیزی که موند رسول الله صلی الله علیه و سلم. من بهشون اولا مژده میدم که حتما از دوست از بهشتیان هستن. این مژده رو از من بگیرن و روز قیامت ان شاءالله با هم به هم میرسیم و این مسئله رو با هم باز کنکاش میکنیم. اما قبل میزنیم تو بهشت ان شاءالله، باز با هم موضوع رو مطرح میکنیم دوباره ان شاءالله. اما این صحابی انصاری که کشتیش غرق شده بود، حکایتش چه بود؟ پکر همچنین گرفته. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیدن که پکری. گفت ها چی شده؟ پکری کشتیت غرق شده، چی شده؟ گفت یا رسول الله، حقیقتش اینه که من خیلی ناراحتم. ما صبح و شام میاییم پیش شما، با شما میشینیم، به شما نگاه میکنیم، اما حیف اصلا نمیاد، دل نمیبنده آدم. چیه؟ مشکلت چیه؟ میگه قیامت خب شما پیامبری، با ما بیچاره‌ها که نمیشینی، میری پیش پیامبران و با پیامبران نشست و برخاست میکنید. اون وقت دیگه درسته که بهشت است و من همه نعمت‌ها رو دارم و فیها ما تشتهی انفسکم هم هست و همه چیزایی که میخوام دارم، اما وقتی که تو رو یا رسول الله ندارم دلم میگیره. اینجا بود که جبریل اومد. جبریل از آسمون ها اومد تا پیام خدا رو به این صحابی و به این دوست عزیزمون که در بهشت اولین دیدار رو با پیامبر خواهند داشت و به همه شما بینندگان این مژده را داد. آیه قرآن کریم اومد و من یطع الله و الرسول، اونی که پیرو خدا و رسولش باشه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. چه خوش رفاقتی است که در روز قیامت دیگه اینجور نیست که آقا پارتی بازی باشه، پیامبرا با پیامبرا پاتوق بذارن، صالحان با صالحان، شهدا با شهدا، حالا که ما پیامبر نیستیم چیکار کنیم؟ نه خیر، شما هم در روز قیامت چون پیرو خدا و رسولش بودید، با اونهایی که خداوند غریق نعمتشون کرده از پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان، همتون با هم خواهید بود و در کنار هم. این مژده برای این برادرمون و برای همه بینندگان عزیز. درباره خانواده و دوستان گرچه فرمودید بازم برای یادآوری، درباره خانواده و دوستان که قرآن فرمود که همه اینها رو خداوند، پدرانشون رو، ذریاتشون رو، ازواجشون رو، همه برای بچه‌های خانواده رو خداوند دور هم جمع میکنه. حکایت بهشت حکایت غریق نعمت الهی بودن، یعنی هر چیزی که تصور شماست که احیانا مایه کدورت شما میشه، یا اون نعمت بزرگ الهی که شما میخواهید اون به کمالش برای شما مهیا نمیشه، اون اصلا در بهشت وجود نداره، تصورش نیست. از همه خانواده ها ببینید، وقتی که شما در یک خانواده هستید، خانواده عزیز این رو بگیرن، پدر و مادرای عزیز این رو بگیرن،
که وقتی که خداوند به شما چند تا فرزند داده، چند تا پسر، چند تا، حداقلش مردونه بیایید یکی از فرزندانتون رو بذارید قربون دین. مثل مادر من خداوند بهش 10 تا به اصطلاح بچه داده، 5 تا دختر، 5 تا پسر، به من گفته که برو که تو رو فدای دین کردم. خب اینجوری یک زکات زندگیتون رو، زکات بچه‌هاتون رو بدید برای دین. در این راه حالا تصور کنید که یک خانواده یک شهید از خداوند از این خانواده بگیره. شهید گرفتن میدونی یعنی چی؟ یعنی این شهید میاد در 70 تا از اهل خانه شفاعت میکنه. ببینید شما چقدر پیش خدا عزیز میشید، چقدر پیش خدا با ارزش میشید. این فرصت ها رو از دست ندید. ببینید همه بچه‌هاتون میمیرن، همه به اصطلاح خانواده خواهند مرد. این مسیر به اصطلاح همگی است. الان تو این مسیری که هستیم حداقل مردونه وقتی خداوند به ما داد ما هم در راه خدا بدیم. این داشتیم آخرین تصویر از قرآن کریم رو هم ببینیم، یک تصویر به اصطلاح عنوان آخر که همین معنا رو میرسونه که ما در زندگی میایم چشم به هم چشم میایم دیگران میشیم و گول میخوریم. آقا ببین فلانی وضع حال زندگیش رو بشین، مگه اهل دین فقط تویی؟ تو رو ببین وضع حال زندگی تو رو ببین، تو به اصطلاح یه نمیدونم چند ساله که نمیتونی یک الاغ قراضه برای خودت بخری، فلانی رو ببین ایشون هم اهل دینند، ایشون هم فلانند، ایشون هم سالی 2 بار میرن حج، نمیدونم 5 بار میرن عمره، از این حرفا و نمیدونم این حرفایی که دهن مردم هست. قرآن کریم میاد به این مردمی که اینجوری در زیر زبان مردم دارن له میشن به اینا میگه که نه، فکرتون جمع باشه. در سوره نساء آیه 95 لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اون مؤمنانی که دیگه تو آسایش تمام هستند و هیچ سختی بهشون نمیرسه و هیچ موردی ندارن، اونها برابر نیستند با والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم. اونها با اونهایی که در راه خدا مال میدن، جون میدن، وقت میدن، اینا اصلا امکان نداره برابر باشن. در بهشت هم درجات هست. فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. خداوند این مؤمنانی که به صراحت با مال و جانشون جانفشانی میکنن اینها رو بر دیگران درجه ای بالا برده. وقتی میگیم درجه دیگه بهشتی ها. درجه این نیست که آقا یه رتبه بالاتر خب اشکال نداره. نه خیر، حکایت بهشتی است. حکایت یک درجه بهشتی اون بالاتر از ما رو باید اینجوری با تلسکوپ نگاه کرد. اونا دیگه کهکشان دیگه است اصلا. یک کهکشان دیگه، یک مسیر دیگه، یک به اصطلاح آقا تو اون بچه‌ها بیایید ببینید تو اون ستاره‌ای که اونجا چشمک میزنه چقدر میلیون ها سال نوری با ما فاصله داره، اونجا آقای سلیمانی و خانواده‌اش هستن. این دیگه خیلی به آدم برمیخوره که به اصطلاح ببینید اونا چون در راه خدا جان و مال دادن اونا اونجا هستند. من ای بابا به خاطر چی؟ به خاطر یک چیزی به اصطلاح خودم رو ضایع کردم. در سوره آل عمران همین معنا رو داریم. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله. آیا اونی که در راه خدا همه چیز رو میده مثل اونی که تو به اصطلاح خشم الهی افتاده؟ این چشم و همچشمی ها این رو به اصطلاح قرآن کریم با این دلداری به ما میده که ای آدما مواظب باشید، با پوچ و هیچ خودتون رو ضایع نکنید و از اونایی باشید که در راه خدا همه چیزو شون رو میدن و در راه خدا حاضرن جان فشانی کنن و در روز قیامت هم این مراحل رو طی کنن. ببینید خیلی حرفه که دو تا برادر دارن میرن بهشت، 2 تا دوستن، یکیشون قبل از دیگری وارد بهشت میشه. اونی که به اصطلاح وضع حال اقتصادیش خراب بود، فقیری بود، هر دو تاشون آدمای خوبی بودن. یکی ثروتمند بود اما خب دیگه به هر حال اونطوری که باید باشه نیست. اون کسی که به اصطلاح کم در داشت، خب این داخل بهشت شد، فقیره داخل بهشت شد، غنیه فقط یه نیم روزی دیر کرد. نیم روز وقتی ما میگیم آقا اشکال نداره این 12 ساعتی آدم پشت در باشه تو ترانزیت هواپیما هم 12 ساعت میخوابیم تو صندلی چیه؟ بابا نیم روز بهشتیه 500 سال. نیم روز بهشتی آقا 500 سال بیرون موند. رفیقش که داخل بود خیلی نگران شد. بهشتی هم هست هنوز، یعنی انسانی بوده که بهشتی هم هست ولی تو ترافیک دم در بهشت 500 سال وایستاده. بله 500 سال یه نیم روز بهشتی، یه روز بهشت 1000 سال، یه نیم روز یعنی 500 سال پشت در مون. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که اون چیزی که خداوند بهش داده،
اون مال و ثروتی که خداوند بهش داده اون تو چشمش یکم چشمشو رو گرفته، تو دلش جا پیدا کرده، از دستش رفته به دلش. این رو خداوند قبول نداره. خداوند وقتی که به شما نعمتی میده همونطور که میده میگه یا ابن آدم انفق علیک، ابن آدم من به تو دارم میدم، تو هم در راه خدا بده، مرد باش و ارزش نعمت رو بدون و در راه خدا سخاوتمند باش و غمت نباشه. همه شکایت دنیا دو روز که بیشتر نیست. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید من فقط آنچه که گفته شد رو خدمت بینندگان عزیز یک مرور کوچولی با هم بکنیم. فعلا ما هنوز دم در بهشت وایستادیم. عزیزانی که ثروتمندن و تفاوت اینها با عزیزانی که فقیر هستند، حالا بیشتر خطا من عزیزانی است که شاید از لحاظ مادی استطاعت آنچنانی ندارن و الله تعالی به هر حال این آزمایش رو برای آنها قرار داده و بیشتر به این شکل آزمایش میشن. طبق حدیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم 500 سال این عزیزان به بهشت زودتر خواهند رفت و اون عزیزانی که مال بیشتری داشتن بالاخره باید حساب بدن. و ما بکن من نعمت من الله، هر آن چیزی که از هر چی دست شماست از الله تعالی است. ولا تسألون یومئذ عن النعیم، و یقینا و قطعا و حتما از تمام آن نعمتایی که به شما داده میشه بازخواست خواهید شد. همین حساب کتابش خودش 500 سال وقت میگیره و اینها دیرتر میرن. در بهشت که قوقایی برپاست، چه خبر اونجا در بهشت. و یک بخش هایی که حالا ذکر شد رو جمع آوری بکنیم تا یک تصویر زیباتری بشه کنار هم. نهرهای از آب زلال، یک نهر دیگه از لبن لم یتغیر طعمه در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم یک نهری داریم که این شیر داره، نهری از شیر و یک رودخانه از شیر جاری هست اونجا. از این شیرهای امروزی هم نیست که خود شیر 80%ش آبه، حالا خود شیر طبیعی که از گاو می‌دوشیم 80%ش آبه. بعد دیگه شرکت هایی هم که شیر میفروشن یک 4 تا گالون هم تو آخرش میریزن، 95%ش آب میشه، یک رنگ سفید داره فقط. نه، اون شیره دیگه، شیر بهشتیه، یک نهری از شیر. این آیه صریح قرآن کریم هست. و انهار من خمر لذة للشاربین، و یک نهرهایی هست از شراب داریم. باز یک نهری داریم از شراب، نه اون شراب دنیا که سبب سردرد میشه و حالت تهوع به انسان دست میده. لا یصدعون عنها ولا ینزفون. الله تعالی میفهمد اون شراب با این شراب دنیای شما خیلی فرق میکنه. اون شراب آخرت رو کسایی میخورن که لب به شراب دنیا نمیزنن. و انهار من عسل مصفى، یک نهر دیگه است از عسل. قربون خدا برم من و همه ما و شما، حالا این نهر عسل چطور حرکت میکنه رو باید ببینیم دیگه. همینه که وقتی میگیم بهشت لا عین رأت ولا اذن سمعت و ما خطر علی قلب بشر، نه گوشی شنیده توصیفش رو و نه چشمی دیده مثل اون رو و نه حتی در قلب کسی خطور کرده. این که یعنی هر چقدر ما بگیم و تصور کنیم و هر چقدر حق مطلب رو بهتر ادا کنیم باز هم فراتر از اون چیزی که ما گفتیم و یا تصور کردیم. یه گوشه دیگه از بهشت هم که به هر حال برادر عزیزمون خیلی علاقمند بود، حکایت حورهای بهشتی هست و اون پری رویان پیال چشمی به تعبیر قرآن کریم که وحور و نعین، یعنی داره چشمهای بزرگ. و تعبیراتی که در قرآن کریم هست درباره حور، این رو عزیزان وقتی که بخونید در سوره مبارکه نبأ، در سوره مبارکه واقعه، بحث و کواعب اترابا، یا در انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا، اینها تعابیری است که درباره حور العین آمده. در سوره صاد هم داریم و در سوره مختلف قرآن کریم. به تعبیر یکی از دوستان تعبیری داشت از برگرفته از احادیث و روایات و پری رویانی ماه روی، پیال چشم و لعلب و دیگه اینها برخی از تعابیری که در روایات آمده و در این پری رویان رو میگذاریم به حساب عزیزانی که در این بعد دوست دارن مطالعه بکنن. آیات کلام الله مجید رو مطالعه بکنید و احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم. هنوز از بهشت خیلی چیزا مونده که نگفتیم. بهشت جاییه که میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به راحتی مشاهده کرد، به راحتی ملاقات کرد، به راحتی ایشون رو زیارت کرد. اگر در بهشت همین یک نعمت هم بود فقط
به هیچ چیز دیگه هم نمی بود. همین یکی هم می بود برای مؤمنین کافی بود. این که تازه یکی از برگهای نعمتهای بهشتی است. برمیگردیم با شما همچنان در این مورد صحبت خواهیم کرد و پیام‌های شما عزیزان رو در مورد روزهای بهشت. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة النوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببياني وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسانه وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد
بعد بالإحسان. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان، وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. بعد سلام مجدد خدمت همه شما بهشت دوستان عزیز، انشاءالله که هر کجا که هستید شاد و خرم و سر و حال باشید و همچنان حال و هوای بهشت در وجود شما جاری و ساری باشه. ما برای توصیف بهشت مجبوریم از تصاویری استفاده کنیم که در طبیعت ماحول ما وجود داره تا به حدی ما رو نزدیک بکنه به معنای حقیقی، و اگر نه هر آن چیزی که در تصاویر می‌بینیم من و شما و در جایی که آیاتی از بهشت ذکر میشه یا سرودهایی درباره بهشت خوانده میشه استفاده میشه تصاویری، اینها مال دنیای ماست و بهشت خیلی فراتر از اینهاست. و به تعبیر آیه مبارکه در سوره مبارکه سجده الله متعال فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. هیچ نفسی نمیدونه که چه نعمت‌هایی، چه خنک‌های چشمی برای این بهشتیان تدارک دیده شده به سبب آن کارهایی که انجام میدادن. همچنان این سوال از شما بینندگان عزیز پرسیده خواهد شد که وقتی اولین قدم رو در بهشت بگذارید چه احساسی خواهید داشت و اولین لحظات و اولین روز رو، حالا روی این بحث خواهیم کرد، اولین لحظات بهشت رو چگونه سپری خواهی کرد. ای مخاطب عزیز و ای بیننده گرامی، میتونید با ما پیام‌های خودتون رو و پاسخ‌ها و احساسات خودتون رو در میان بگذارید از طریق SMS و از طریق واتساپ و از طریق تلگرام و از طریق صفحه فیسبوک شبکه جهانی وصال حق در صفحه خاص سفره دل. من چند تایی از پیام‌های شما عزیزان رو فعلا روی کاغذهایی که پیش من هست بخونم قبل از اینکه وارد پیام‌های فیسبوک و واتساپ بشیم. بیننده عزیزی با 4 شماره 5822 4 شماره آخر 918 فرمودن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از بوی خوشش استشمام میکنم در اولین قدم. ایشون خیلی صاحب ذوقن ظاهرا. وقتی که وارد میشم بوی خوشش رو استشمام میکنم و جایی که روز و شب نداره، در اونجا زمانی وجود نداره، خوشحالم برای ابدیت و فقط به سیمای رب العالمین نظاره میکنم. در بهشت عطر و رائحه و اون حال و هوایی که در بهشت است. بعضی وقتا من و شما در بهار یا در ابتدای پاییز هوا که خنک‌تر میشه، انسان در یک گلستانی، باغی، پارکی، فضای طبیعت بازی، دامنه کوهی، رودخانه‌ای گذر میکنه، یک رائحه‌ای میاد، یک نسیم ملایمی میوزه و به بدن انسان اصابت میکنه، روح انسان رو تازه میکنه، یک تراوت دوباره‌ای به انسان میده. و اینها که مال همین دنیای خود دور بر ماست، چه برسه به اون بهشتی که حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود بوی بهشت از فاصله 70 سال مانده به بهشت هم به مشام میرسه. حالا اگر 70 سال و سرعت خود
انتقال بور هم حساب بکنیم یعنی چند هزار کیلومتر میشه. حالا بماند اگر بخوایم سرعت نور حساب بکنیم 70 سال نوری که به میلیاردها کیلومتر هم میرسه و هیچ عطری هم برابری نمیکنه. نه عطرهای فرانسوی، نه عطرهای ایتالیایی، نه عطرهای اینوری و اونوری. این عطر خاص بهشته، نه اتکلون داره، نه این شرکت و اون شرکت درست کرده، عطر دیگه. انشاءالله که با همین دماغای خودمون بریم اونجا و این بو رو احساس کنیم و جالبش اینه که ما با همین وجود خودمون میریم بهشت انشاءالله و با همین چشم و همین دماغ و همین حس لامسه لمس میکنیم این صحنه ها رو. اینها جزئی از زندگی ماست، اینها ایمان ماست و بهش خواهیم رسید. بیننده دیگری فرمودن که 933 8200 شماره آخر: با اولین قدم در بهشت شکر لطف الله تعالی رو که مرا جزء بندگانی قرار داده که شامل لطف و رحمتش بشم به جا میارم و انشاءالله سجده شکر به جای خواهم آورد و چون بدون لطف و کرم الهی من به بهشت وارد نمی شدم، انسان با اعمال تنها وارد نمی شود بلکه محتاج به لطف و کرم الله تعالی است. ایشون اولین لحظه ورود به بهشت رو با یک سجده شکر بر خاک بهشت که اون خاک هم نه مثل این خاک های دنیا خواهد بود که از عناصری که عجیب و غریب است و چه بسا بقایای موجودات دیگه درست شده، اون خاک اسمش خاکه که من و شما متوجه بشیم، وگرنه اون اصلا کلا یک دنیای دیگه است. در اون حال و هوا این بیننده عزیز فرمودن که من سر به سجده میگذارم و الله تعالی رو شکر میکنم به خاطر این نعمتش. بیننده دیگری فرمودن 913 31 92 4 شماره آخر: با سلام و خسته نباشید. علیکم السلام، ممنون. حاضرم هر دردی رو در دنیا تحمل کنم ولی در آخرت وارد بهشت شوم. چه جمله زیبایی. من دوباره اینو تکرار کنم، واقعا ارزش دوباره خوندن داره این جمله. حاضرم هر دردی رو در دنیا تحمل کنم ولی در آخرت وارد بهشت شوم. به نظرم توصیف اولین قدم در بهشت امکان پذیر نیست و ورود به بهشت بهترین سعادت و خوشبختی یک انسان است. انشاءالله با لطف و بخشش خداوند عزوجل همگی در آخرت جزو بهشتیان باشیم و دنیا قلبی سرشار و آکنده از خدا و یاد خدا داشته باشیم. اجرتان با خداوند بزرگ، همچنین اجر شما بیننده گرامی هم با الله تعالی باد. بیننده دیگری فرمودن 4 شماره 59 56 930: سلام علیکم. احساس آرامش و سبکی خواهم کرد چون دیگر از دنیا و زندگی کردن در کنار گناه فارغ خواهم شد. چه قلب لطیفی وقتی که این جملاتی رو به زبان میاره، نشان از این قلب لطیفی داره که از گناه بیزاره، دوست نداره گناه کردن رو و بهش جای گناه نیست، جای آلودگی نیست، جای لطافت و پاکیه. روز اولم را اگر خداوند متعال بخواهد دوست دارم با پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بگذرانم. چه لحظه زیبایی خواهد بود اون روزی که من و شما در کنار اون ذات نازنین بنشینیم و بر دستان مبارکش، بر پای مبارکش بوسه بزنیم و اونجا در کنار سید المرسلین و یاران رسول صلی الله علیه و سلم که به والله لحظه شماری میکنیم برای دیدنشون، برای دیدن انبیای الهی. اون روز چه روزی خواهد بود که ما در چه محفلی میشه اون محفل. و به خاطر و ایشون در ادامه فرمودن به خاطر اون ستم هایی که در دنیا شنیدم با ایشون در دنیا کشیدم با ایشون صحبت کنم، میخوان درد دل کنن با پیامبرشون. بیننده دیگری فرمودن 76 57 4 شماره آخر 917: سلام، خسته نباشید. در مورد سوال اولتون که واقعا جوابی ندارم و نمیدارم چه حس و حالی خواهم داشت، این که اولین لحظه‌ای که وارد بهشت میشه. اما در مورد سوال دوم، از آنجایی که بهترین نعمت بهشتی که خداوند وعده داده نظاره کردن خود ذات الهی است، قطعا خدایم را در روز اول نظاره خواهم کرد. برادرمون اسامه این پیام رو فرستاده بودن و تشکر از مشارکت شما. و همچنین در پیام دیگری برادر دیگری فرمودن 25 17 936: در اولین گام به بهشت الله را شکر خواهم کرد و پس از آن دنبال پیامبرم خواهم رفت. چه احساس زیبایی که بعد از عمری شوق وصال دیدنش در دنیا ایشان را به آغوش بگیرم و اشک شوق فراوانی را در خدمتشان خواهم ریخت.
چه زیباست اون لحظه‌ای که من و شما رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در آغوش بگیریم و اونجا با ایشون درد دل داشته باشیم. بیننده دیگری فرمودن که 9574 ظاهرا ایشون از افغانستان پیام فرستادن، فرمودن که اول از خدا میخواهم تا تمام گناهانم را ببخشه و خداوند آن روز را روزی من کند، یعنی الان، و تا وارد بهشت شوم. من تا به حال به چنین سوالی فکر نکردم. خیلی وقتا واقعا من و شما به این گونه احساسات و عواطفی که واقعی هستن، اینها یک زایده یک تخیل باطل نیست، اینها فکر کردن به یک حقیقت موجوده، فکر کردن به یک واقعیتی که ما خیلی وقتها از اون غافلیم و این فکر کردن به ما کمک میکنه که ما بتونیم انرژی بگیریم در مسیر زندگی. اولین روزی که وارد بهشت شدم به آسمان نگاه میکنم، به کوههای زیبا و قشنگ و طبیعت زیبا. انسان وقتی که این صحنه رو این برادرمون به توصیف کشیده تصور میکنه، واقعا نمیشه واقعا به تصویر کشید، واقعا سخته. در قالب کلمات انسان بخواد کم میاره کلمات و فرهنگ‌های لغت کم میارن از به توصیف کشیدن اون صحنه زیبا. انسان وارد بهشت بشه به زمین نگاه میکنه، به بالا نگاه میکنه، به چپ و راست نگاه میکنه، چی میبینه، وقتی ببینه چه تصوری در ذهن انسان میاد، گذشته انسان در دنیا و مسیری که طی کرد تا رسید به بهشت، همه فیلمش در ذهن انسان چطور مرور میشه. اونجا اولین چیزی که انسان طلب میکنه چه خواهد بود، کجا میره، سمت راست میره، چپ میره، مسیر بهشت، مسیر کاخی رو، خانه‌ای رو که اونجا داره چطور میره، میدوه، آروم میره، با لبخند میره، فریاد کشان میره، جیغ زنان میره جلو. اونها رو دیگه باید تجربه کنیم، واقعا احساس زیبایی خواهد بود. حضرت علیه السلام فرمود که در بهشت انسان اون خانه و قصری رو که داره چنان میدونه و خبر داره که در دنیا خانه خودش رو خبر داشت که کجاست و چگونه میریم به سمت اون و چه کسانی از ما استقبال میکنن و چه افرادی رو خواهیم دید، چه لباسهایی پوشیدیم اون لحظه‌ای که ما وارد بهشت شدیم، چه وضعیتی داریم، تیپمون چطوری خواهد بود. یعنی ظاهرمون رو نگاه بکنیم چه ظاهری خواهیم داشت و چه وضعیتی خواهیم داشت. اولین نوشیدنی که بخوریم چه خواهد بود، اولین غذایی که بخوریم، خسته شدیم بالاخره مسیر طولانی رو اومدیم، اون پشت سر صحرای محشر بود و پل صراط بود، اون تصل و لرز بهشت جهنم بود زیر پای ما و الان دیگه دنیاییه برای خودش، دنیاییه. ادامه پیام برادر عزیزمون: آن روز من باور نخواهم کرد که وارد بهشت هستم، که وارد بهشت شدم و در بهشت هستم و واقعا هم باورش سخت خواهد بود. و روز اولی که وارد بهشت شوم با خداوند خود ملاقات خواهم کرد و او را از نزدیک خواهم دید و همچنین آرزوی من ملاقات پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن روز است. با آن روز احساس خواهم کرد که خداوند چقدر مرا دوست دارد تا مرا لایق بهشت دانست و مرا وارد بهشت کرد. آیا واقعا آن روز میرسد که من وارد بهشت شوم؟ من در دلم حرفایی دارم که واقعا نمیدانم چگونه برایتان توصیف کنم. روز اول بهشت احساس خوشبختی دارم، واقعا سخته تا برایتان توصیف کنم چه احساسی خواهم داشت. اگر بخوایم ادامه بدیم خیلی طولانی، من یکی دیگرم فقط از این پیام ها میخونم، برمیگردیم خدمت جناب دکتر. اولین روز بهشت، بیننده عزیز دیگری 938 با 4 شماره 0860. اولین روز بهشت قابل توصیف نیست، اما آنجا باز هم انتظار خواهم کشید، انتظار شوق وصالش، انتظار مسرت بخش دیدارش. میدانی که را میگویم؟ از خالقم میگویم. حس دیدارش و هم کلام شدن با کلامش مرا مجذوب خود کرده. آن نیروی غیبی که در نیستی ها یار و یاورم و در هستی ها منعمم بود. و چقدر نثر زیبایی هم برای ما فرستادن آقای یوسف جان عزیز. اون پیام از ایشون بود. اجازه بدید برگردیم خدمت جناب دکتر. جناب دکتر عرض سلام مجدد و ما در ادامه مسیر در خدمت شما هستیم و فقط
یکی از پیام ها رو من مشاهده کردم، این قسمت گذاشته بودم که از شما بپرسم و بیننده فرمودن که حالا ما از کجا بفهمیم که وارد بهشت خواهیم شد؟ این هم در دلهوره به هر حال این همه نعمت‌های زیبا. و پاسخ شما به این بیننده عزیز و یا اگر بیننده‌هایی که قبل از این پیام‌های اون خونده شده بود صحبتی دارید خواهیم شنید. با عرض سلام مجدد، اینی که ما از کجا بفهمیم که وارد بهشت بشیم واقعا دیگه سوال بیجایی است. با کمال احترام سوال به هر حال ایشون فهمیدن که از کجا بفهمیم که بعد از مرگ فوراً داخل بهشت میشیم و اینکه از رحمت الله ناامید نیستیم. عزیز جان من، ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما فرمودن احسن الظن بالله، به خداتون خوشگمان باشید. و در حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی، من جای گمان بندم هستم. بندم اگر به من خوشگمان بود هرگز اون رو به اصطلاح ردش نمی کنم. شما تصور کنید شما به اصطلاح وقتی که گمان نیک میبندید، من میرم پیش فلانی هرگز حرف منو زمین نخواهد گذاشت. خب وقتی میرید اصلا این حرف به فلانی برسه که فلانی میخواد پیش شما بیاد و مطمئنه که شما حرفشو به زمین نمیذارید، چقدر به اصطلاح به اون روحیه میده و حتما اگر تونست به اصطلاح مورد شما رو برآورد میکنه. الان شما اگر به خدات چنین گمان داشته باشی که خداوند هرگز به اصطلاح منو زمین نمیزنه و همیشه هم سوال میکردی. ببینید رسیدن به بهشت یعنی اینی که آقا بهشت اصلا تو ذهن شما هست. خب اگه تو ذهن شما هست، از اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که بپرسید از خدا بهشت رو زیاد از خدا بپرسید که ای شما رو لیاقت بهشتی شدن بکنه، شما رو ببره بهشت، و از خدا همیشه پناه بجویید از آتش جهنم. ببینید همونطور که ما شوق و اشتیاق داریم که بریم به بهشت هم اگر شما روزانه 7 بار، در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که اگر شما روزانه 7 بار از خداوند بهشت رو بپرسید، خود بهشت میگه که یا رب ان عبدک فلانا سألنی فادخله الجنه، بندت فلانی هی بهشت میگونه عاشق منه بیارش دیگه. خب یا در خود بهشت هم مشتاقه. در حدیثی داریم که به اصطلاح هیچ روزی نیست مگر بهشت میگه یا رب قد طاب ثمری و طردت انهاری، با خدایا میوه‌های من رسیده، رودخانه ها پرآب شده و رودخانه ها جریان پیدا کرده، و اشتقت الی اولیایی، من عاشق دوستام هستم، فعجل الی به اهلی، خدای من خالیم، این اهل و عیال من، اونایی که میخوان سکونت داشته باشن در من زندگی کنن، اونا رو زود بیار پیش من. این شوق و علاقه دو طرفه است. ببینید حتی همون آقایونی که حور میزنن، همون حور این شما تا به اصطلاح خانم شما رو اذیت میکنه، ناراحتتون میکنه، حور العین شما در بهشت دادش به هوا میره که خانم فلانی اذیتش نکن، بذار پیش من بیاد آقا سلیمانی رو. خب این دیگه به هر حال شوق و علاقه همیشه دو طرفه است. این دوستانی که میگن هی اگر ما برسیم میریم پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همونطوری که ما شوق و علاقه داریم که به پیامبر برسیم، دست مبارک رو بگیریم تو دستمون رو ببوسیم، همونطور پیامبر شوق و علاقه داشت. در آخرین لحظاتی که از دنیا میرفت به ما فکر میکرد و طلو انی رأیت اخوانی، ای کاش منم این برادرای خود من رو میدیدم. یعنی این شوق و علاقه رو پیامبر اونجا هم داره، همون جایی که به اصطلاح همه چیز به اصطلاح انسان‌های دیگه همه میگن نفسی نفسی، این پیامبره که میگه امتی امتی فدیتک یا رسول الله بعدی امی. واقعا قربون خاک پای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بریم که در اون لحظات که به اصطلاح هممون حتی خودمون در اون لحظات تصور کنید آقای سلیمانی میگفت جیغ میزنیم، واقعا جیغ میزنیم، قرآن میگه که ما داریم جیغ میزنیم. وقتی که طرف میاد کتاب به اصطلاح به دست راستش داده میشه، داد میکشه آهای امقرأوا کتابیه، امقرأوا کتابیه، بیاید کتاب من بخونید که چه خبره. حالا اونجا کی به فکر توئه؟ هر کسی به درد خودش گرفتار، هر کسی به مسئله خودش. اما وقتی که به اصطلاح
انسان به اون شادی میرسه دیگه کنترل از دستش در میره. ها هم اقرأوا کتابی، بیایید آهای نگاه کنید که به اصطلاح من پیروز شدم، من موفق شدم، خداوند من رو بهشتی کرد. حکایت به اصطلاح همه چیز رو گم کردن. اونجا دیگه انسان در یک حیرت آنچنانی میشه. همونطور که ما شوق بهشت رو داریم، بهشت هم در شوق ماست. اما یادمون نره دیگه همچی هم کشکی هم که نیست دیگه. به هر حال هر که گفت من بهشت میرم دیگه بهشته. حکایت اینه که به اصطلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند حجبت الجنة بالمکاره. رسیدن به بهشت راهش راه سختیه. و در حدیث دیگه میفرمایند الا ان سلعة الله غالیه. این سلعه و این چیزی که خداوند به شما میخواد بدین گرون قیمته. الا ان سلعة الله الجنه. اون سلعتی که من میخوام بگم به شما اون بهشته. بهشت قیمتش گرونه. بهشت یک عروسیه که مهرش زیاد هست. مهرش چیه؟ مهرش رو هم خداوند متعال به ما گفت ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند از مؤمنان جانها و مالهاشون رو خریده، خدا به ما داده، بعد خودش از ما میخره. در مقابل به ما چی میده؟ بهشت رو میده. ما سیمایمون چی است؟ وظیفمون چی است؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. در راه خدا نبرد میکنند، میکشند و کشته میشند. وعدا علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن. این حکایت کشکی نیست، فقط مال مسلمانان نیست. در همه کتابهای پیشین، قرآن، تورات، انجیل، همه این حکایت به همین صورت هست. حکایت داد و ستد است. و من اوفی بعهده من الله. و هیچ کسی از خداوند متعال با وفاتر نیست به عهدی که به اصطلاح با انسان بسته. فاستبشروا ببیعکم. الان مژده بدید، خوشحال بشید به این بیع و این خرید و فروشی که با خداوند بستید و خداوند متعال به اصطلاح شما رو میبره به بهشت. و ذلک فوز العظیم. این پیروزی و این به اصطلاح موفقیت بسیار بزرگی که به شما داده میشه در روز قیامت. شما میرید بهشت. بله رفتن به بهشت با کار هست، با تلاش هست. خود قرآن کریم میفرماید ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. وارد بهشت بشید نتیجه اون زحمت هایی که انجام دادید. تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون. این بهشت رو بهش رسیدید به خاطر اون زحمت هایی که کشیدید. بله تنها اون زحمت ها نیست، باید توفیق الهی باشه. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که سددوا و قاربوا و ابشروا. یعنی تلاشتون رو بکنید، سعی تلاشتون رو بکنید، اما در عین حال مژده دید، در عین حال خوشبین باشید. که چی؟ که آقا هیچ کسی رو کاراش وارد بهشت نمیکنه. فعالیت های شما، کار و تلاش شما، عبادت شما به اون مرحله ای نمیرسه که شما رو وارد بهشت بکنه. گفتن حتی شما یا رسول الله با این همه جهاد و این همه تلاش و این همه؟ گفتن بله حتی من. الا ان یتغمدنی الله برحمته. مگر این که لطف الهی شامل حال ما باشه. لطف الهی همینه که خداوند به شما توفیق عمل صالح میده. لطف الهی اینه که خداوند وقتی توفیق داد به شما نیرو میده که مخلصانه و خالصانه و فقط برای رضایت خدا این رو انجام میدید. لطف الهی اینه که این رو قبولش میکنه نزد خودش. قبول شد، کار شما رو توفیق به کار عمل به صالح شما داد و شما این لیاقت رو یافتید که از اهل بهشت بشید و شما رو هم برد بهشت با همین به اصطلاح چندرغاز کمی که از فعالیت و امر و به اصطلاح کارایی داشته باشید. این قضیه خیلی مهمه. مثل همون عقل و درایتی که اون اعرابی داشت. اون بنده خدا روستایی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله این قیامت کی برپا میشه؟ ای بابا بنده خدا میخواد که زود قیامت برپا بشه و بره بهشت. حکایت چیه؟ حتما دیگه خیلی آدم لردی هست، خیلی کار خوب کرده، خیلی جهاد کرده، خیلی حج رفته، خیلی نمیدونم نیکی به دیگران کرده، اخلاقش، صفات، همه اینا حتما 20 که میخواد به اصطلاح زود قیامت برپا بشه و بره بهشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با تعجب پرسیدند که و ماذا اعددت لها؟ تو قیامت برپا بشه چه چیزی آماده کردی که اینقدر با شوق و ذوق میخوای قیامت برپا بشه؟ فرمودن یا رسول الله حقیقتشو بخوایی راستشو بگم، نه والله نه نماز
درست و حسابی دارم، نه حج زیادی رفتم، نه زکات زیادی دادم، نه 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 نه، فقط یه چیز دارم و اون اینه که اینی احب الله و رسوله، من خدام رو و پیامبرش رو دوست دارم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این مژده رو به این آقا دادن که در واقع این مژده به من و شما عزیز است، که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که بله انک مع من احببت، تو در روز قیامت با اون کسی هستی و همراه خواهی شد که اون رو دوست داری، خدا و رسولش رو دوست داری، در روز قیامت نزد خدا و رسولش خواهی شد. این حتی اون صحابی که این حکایت رو نقل میکنه، حضرت انس، میگه با خدا ما بعد از اسلام که بزرگترین نعمت بود خدا به ما داد، برای هیچ چیزی اینقدر خوشحال نشدیم، ما یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینقدر خوشحال نشدیم که برای این حرف پیامبر خوشحال شد. این حرف دیگه ما رو شاد کرد، اینقدر خوشحال شدیم که دیگه دست و پامون رو گم کردیم. چرا که ما هممون از ته دل پیامبر رو دوست داریم، پس دونستیم که ما در روز قیامت حتما با پیامبر میشیم. شما اگه میپرسید که به اصطلاح در روز قیامت چطور بفهمم که با پیامبر هستم یا تو بهشت هستم، این همه جوابش. آقا واقعا پیامبر رو دوست داری؟ حتما پس با پیامبر خواهی شد. و اون البته اون برادر رو یک زیاد خوشم نیومد از اون جملهش که فرمودن که حاضرم در دنیا هر دردی رو تحمل کنم آخرش برم بهشت. عزیز جون چرا میخوای درد تحمل کنی؟ خداوند بزرگتر از اون که شما رو درد بده، خداوند رحیمتر از غفورتر از اون حرفی که شما رو درد بده. در همچین موردی برای یکی از صحابه پیش اومد. ایشون یه صحابه‌ای بود خیلی افتاد تو بیماری و توی دردسر بسیار پرپیچ و خمی، وضعش خیلی فلاکت شده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتم عیادتش، دیدن که این یک شکنجه، یک عذابی روش این نازل شده، این چیز غیر طبیعی است. ازش پرسیدن نکنن که دعای بدی نفرینی بر خودت کرده باشی؟ گفت نه نفرین که نکردم، من گفتم که خدایا اگر میخوای روز قیامت منو عذابم کنی، همین عذاب تو دنیا منو عذاب کن، روز قیامت منو ببر بهشت. بابا این چه طرز تعامل با خداست؟ پیامبر خدا فرمودن که نه این چه طرز تعامل برخورده؟ چرا باید عذابت کنه؟ چرا از خدایی که رحمان و رحیم است نمیخوای ببخشدت؟ بگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. خدایا بار الها در دنیا به ما خوبی و راحتی بده، در آخرت هم به ما بهشت و سعادت بده و ما رو از آتش جهنم برحذر دار. این به اصطلاح شیوه برخورد با خدامون رو باید بدونیم، چطور به خدامون حسن ظن داشته باشیم. البته من از شما بینندگان اجازه میخوام تا از استاد بزرگوارم جناب سلیمانی بپرسم، وقتی شما وارد بهشت میشید شما آقای سلیمانی چه کار خواهید کرد؟ والا جناب دکتر، من خودم گرچه این سوال رو مطرح کردم برای بینندگان عزیز و الان پاسخهایم که اومده داریم میخونیم، انشاءالله که الله تعالی نصیب من و شما و همه امت اسلامی بگردونه و یقین داریم که انشاءالله هر کسی که ذره ای از ایمان در دلش باشه با از پوزش حتما روزی وارد بهشت خواهد شد. و من در بهشت احساس میکنم وقتی که وارد بهشت بشم، طبیعتا انسان وقتی که اولین باری که وارد بهشت بشه، من خیالم از یک چیز راحته که از اینجا دیگه بیرون نمیشم. اینو که یقینا ایمان دارم بهش، باور دارم که انشاءالله اون لحظه‌ای که این خبر بهم داده بشه، انشاءالله که به همه ما داده بشه، گلومم گره وقتی میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، وقتی که فرشتگان بفرمایند که سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، درود بر شما، سلام بر شما، خوش اومدید و داخل بشید جاودانه، از یک چیز خیالم جمعه که اینجا دیگه کسی منو بیرون نمیکنه و اینجا دیگه مرگی به سراغ من نمیاد. وقت کافی دارم برای دست یافتن به تمام اون آرزوهام و برای دست یافتن به تمام آن چیزی که الله تعالی به من وعده داده و اولین کاری که بکنم وارد بهشت، منتظرم تا ببینم خود الله تعالی چه تقدیر زده برای من، چه میفرماید برای من. یقینا اونجا کسانی هستن از انسان استقبال میکنن
و اونجا میان به سراغ من. البته یک کار رو انشاءالله حتما خواهم کرد و اینکه مصحفم رو برمیدارم. یه مصحفی دارم از روش حفظ کردم و قرآن رو از روی اون مصحف حفظ کردم و هر جا میرم همراه من هست و یقین دارم انشاءالله در بهشتم با من خواهد بود و این آرزو رو دارم که من باش باشم، این تعبیر رو اصلاح بکنم بهتره و برش میدارم و یکی یکی آیاتی که درباره بهشت بود رو میخونم، میرم از نزدیک میبینم و تجربه میکنم و این شعارم حتما بر زبان من جاری خواهد شد که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و سپاس اون خدایی رو که ما رو هدایت کرد به این مسیر و اگر فضل الله تعالی شامل حال ما نمیشد هرگز به این مسیر نخواهیم رسید و یقین دارم که الله تعالی دعایی رو که فرشتگان عرشش، کسانی که حملت العرش هستند و بزرگترین فرشتگان الهی الذین یحملون العرش، به تعبیر قرآن کریم کسانی که عرش رو حمل میکنن، اونها دعا میکنن که پروردگارا اینها رو در آیه 7، 8 و 9 سوره مبارکه غافر که اینها رو ببخش ربنا، این وقتی که دعا میکنن که اینها رو ببخش، وسعت و رحمتی وسعت کل شیء و رحمتو که وسعت کل شیء، رحمتو تو همه چیز رو در بر گرفته. در آیه 8 میفهمن ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، خدای اینها رو وارد اون بهشتی بکنم که بهشون وعده دادی، و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، از آبا اجدادشون، از همسران، از فرزندان. انشاءالله این امید رو از الله تعالی دارم که در اونجا همه خانواده، دوستان، عزیزان، همکاران، بینندگان رو هم انشاءالله خواهم دید. خیلی طولانی شد فکر کنم صحبت من. حالا خودتونم جواب بدید جناب دکتر، قبل از اینکه باز بریم سراغ جوابهای بینندگان. از من که پرسیدید منم تا شما جواب ندید دیگه بحث رو ادامه نخواهم داد. شما خودتون چیکار میکنید انشاءالله وارد بهشت که بشید؟ حقیقتش استاد سلیمانی من تصور نمی‌کردم که شما باز توپ و پاس بدید به طرف من. حقیقتش من چیزی که اولین کاری که در بهشت کنم اولش شکر خداست. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این فضل الهی است و الا من نوعی کی باشم که به اصطلاح لیاقت رفتن به بهشت رو داشته باشم. میخوام برم اولین دیدارم را با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اما نمیخوام تنهایی برم تا در نزد پیامبر خجالت بشم که چی تنهایی اومدی که چی. همه برای بچه های فامیل، خانواده، بچه ها و نوه و نتیجه ها و همه اینا رو بعد گرفته همراه بینندگان وصالی و عزیزانم، برای بچه های وصال، نمیدونم شاگردانم که خیلی دوستشون دارم، استادا و همه اینا رو با هم جمع میشیم میریم پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به رمز وفا. این مردی که در راه رساندن اسلام برای ما چه زحمت ها و چه سختی ها رو تحمل کرد، میریم دستبوسی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بیشترین معنایی که منو به خودش مشغول داشته قضیه وفاست. وفا بعد از اینکه از محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فارغ میشیم و اونجا ادای وفا میکنیم، میخوام که بریم با هم پیش حضرت موسی علیه السلام. نزد موسی که رفتیم دست موسی رو میبوسیم، این موسی پهلوان، و میگیم که دمت گرم، دست درد نکنه. خیلی مردی، گرچه که پیامبر ما نبودی اما واقعا مردی کردی در حق ما. اگر ما همین 5 وقت نمازی که خداوند بر ما فرض کرده بود و قضیهش 55 وقت بود و 50 رسید، همشو مدیون به اصطلاح نصیحت تو و پافشاری شما هستیم که هی میگفتی به پیامبر ما که برو پیش خداوند، ان امتک لا تطیع ذلک. بالای موسی جان اگر واقعا 50 وقت نماز می بود در شبانه روز ما چه حالی می داشتیم؟ 5 وقتش رو نتونستیم درست ادا کنیم. بعد از اون به رمز وفا میریم پیش حضرت ابراهیم علیه السلام. ابراهیمی که در اون دیدار پدر پسر، در دیدار ملکوتی اسراء پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو برای اولین بار میبینه، پسرش رو میبینه و مشتاق دیدار پسر هست. همه انبیا مشتاق دیدار پیامبر بودن. در اون لحظه چی بیادش میاد؟ ما بیادش میریم.
میگه که پسرم برگشتی به امتت سلام منو برسون، سلام منو به امتت برسون و بگو که بهشت خیلی خوبه، خاک بهشت خیلی حاصل خیزه، آب بهشت خیلی گواراست و بکارید توی این بهشت حاصل خیز که همه این فکر نکنید که این بهشتی که میگید این درختها الکی ها، این درختها باید با کار شما باشه، با تلاش شما باشه و اون چیزی که تخمایی که توی این بهشت باید بکارید سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، والله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله، در ذکر و یاد خدا باشید و بهشتتون رو سرسبز کنید. این مردی که در اون لحظات به ما فکر میکرد این واقعا جا داره که به رمز وفا بریم دست بوسیشون. بعد از اون میریم پیش بابا آدم و دست بابامون رو هم میبوسیم، سرش رو میبوسیم، میگیم که بابا واقعا گل کشتی، اهل بهشت بودی و باز هم ما برگشتیم تو خونه خودمون. بهشت واقعا خداوند برای ما خلقش کرده، پس باز هم خداوند ما رو دور هم جمع کرد و ما هم فرزندا و پدر همه در کنار هم انشاءالله زندگی سعادتمندانه و جاویدانی رو خواهیم داشت. من امیدوارم که جناب دکتر انشاءالله همه ما و شما اون چیزی رو که شما فرمودید تجربه بکنیم و به محضر رسول صلی الله علیه و سلم مسیری رو که در زندگی داریم قدم زنان داریم میریم و همیشه آرزوی من حداقل این بود، یقینا آرزوی شما هم بوده، در مسیری که با هم در همگام با نبی رحمت رفتیم که انشاءالله این همگامی به این مسیر ختم بشه که انشاءالله ما رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهشت برساند. عزیزان دیگری هم با ما مشارکت کردن. عزیزی فرمودن 901 4 شماره 1969 میفهمند که احساس رضایت از الله سبحان و طلب لقا و دیدار او و سپس به گردش و سیر و سیاحت در بهشت میپردازم تا نعمتهایی رو که الله تعالی در قرآن وعده داده به تحقق ببینم، به تحقیقشون. بالاخره بهشت رو که دوری باید بزن آدم دیگه، وارد بهشت که میشیم خونه جدید، خونه ای که خیلی وقت ازش دوریم، خیلی وقت داریم بهش فکر میکنیم، خونه ای که خیلی وقت منتظر ماست و اون فضایی که انشاءالله یک دوری با هم خواهیم زد. جالبه که این مجموعه این احساس رو همه ما هم با این احساسات همراهیم، همکاریم و تا حدودی برای ما هم یعنی اتفاق احتمال داره که بیفته. اما خب نگاه ها هر گوشه‌ای باز میبینیم که یک گوشه دیگه ای رو اشاره میکنم بینندگان عزیز. بیننده دیگری فرمودن قابل وصف نیست از تصور بنده چون من خارج است. بیننده دیگری فرمودن که اولین کاری که با سلام خدمت مجاهدین راه حق علیکم السلام، اولین کارم پس از ورود به بهشت الله تعالی به جای آوردن سجده شکر و سپاسگزاری از الله متعال است. بیننده دیگری فرمودن دیدار الله تعالی احساس لذت بخشی خواهد بود و دلم میخواهد که اون لحظات اولی را با دیدار الله تعالی سپری کنم. الله تعالی دیگه برای دیدار الله تعالی که واقعا اون فراتر از حد تصور من شماست و برای دیدار الله تعالی باید منتظر باشیم تا خود الله متعال، خالق ما و مالک ما، آقای ما، سرور ما، ایشون الله تعالی خودش کی برای من شما مقدر میکنه و اونو دیگه ما دعا میکنیم تا هر وقتی که خود الله تعالی بخواد تا ما به این افتخار و شرف نائل بیایم. بیننده دیگری فرمودن احساس میکنم که به عمر جان نزدیکم. اینم تعبیر جالبی است و بیننده 0367 939 ایشون فرمودن که من احساس میکنم که به عمر جان نزدیکم و انشاءالله حتما من شما تمام اولیاء الهی رو، انبیا و صحابه‌ای که جانانه آرزو میکنیم در دنیا که و جانانه تلاش میکنیم آرزو میکنیم که از اون عزیزان دفاع بکنیم، انشاءالله اون اولیاء الهی رو هم حتما خواهیم دید. بیننده دیگری احساسی که قابل بیان نیست رو خواهم داشت. اولین روز رو
به دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب ایشون خواهیم رفت و همونجوری که جناب دکتر فرمودن ان شاءالله دست جمعی میریم دیگه، تنهایی هم نمیریم. خانواده رو، بر بچه همه رو، دوستان و آشنایان و اساتید و شاگردان جمع میشیم و با هم میریم خدمت حضرت صلی الله علیه و سلم و عرض ارادت میکنیم و ان شاءالله که روز خوبی باشه، اون روز دست پر بریم، یعنی طوری بریم که حداقل یک داستانی داشته باشیم بگیم. از همین دیدار جالبه که بیننده عزیز دیگری در پاسخ به این که چه احساسی خواهد داشت و اولین لحظات بهشت رو چگونه سپری خواهد کرد این گونه فرمودن: مسلماً اولین آرزویم دیدن پیامبر و اصحاب گرامیشان است و مطمئن باشید در نزد آنان داستان هدایتم به دست شما بزرگان را نقل خواهم کرد که چگونه از کسی که اهل سنت را گمراه میپنداشت با روشنگری شما و ایمان به قرآن کریم خود و خانواده ام نجات پیدا کردیم. این هم پیام یکی از عزیزانی است که از مهتدینی هستند که عزیزان در شبکه جهانی وصال حق این افتخار رو داشتن تا همراه این عزیز باشند در تولدی جدید و این آرزویشون هست که در روز قیامت از جمع حمایت بکنن در محضر رسول صلی الله علیه و سلم و چه افتخاری برای ما بزرگتر از این که شما بیننده عزیز نزد عزیزترین انسان تاریخ بشر، نزد عزیزترین پیامبر الهی در بهترین مکان که بهشت هست از ما ذکر خیلی بکنید. انشاءالله که ما هم باشیم خدمت همونجا به همراه شما بریم خدمت رسول صلی الله علیه و سلم. جناب دکتر پیام ها زیاد هستن، اگر بخوایم ادامه بدیم فکر کنم تا آخر برنامه رو باید به پیام ها ادامه بدید. من دوست دارم که درباره اولین گروهی که وارد بهشت میشن صحبت بکنیم. الان ما در بهشت همونجوری که شما فرمودید خب یک سری درجات هست، یک سری به هر حال تقدیم و تأخیری هست. ما الان قبل از وارد شدن به بهشت چه کسانی زودتر وارد بهشت میشن و چه کسانی مقدم هستن در بهشت از دیگران؟ یک بخشش رو در مقایسه بین فقرا و ثروتمندانی که مستحق بهشت هستن شما اشاره فرمودید، اما اگه بخوایم کلی‌تر صحبت بکنیم چه کسانی پیشگامن؟ الان خب خیلی دوست دارن زودتر وارد بهشت بشن و این احساس رو تجربه بکنن، چه کسانی زودتر وارد میشن؟ قبل از این سوال اگر اجازه بدی، من واقعا این حرف بیننده عزیزی که فرموده بودن من احساس میکنم به عمر جان نزدیک شدم، خیلی منو مؤثر کرد. واقعا وفا خیلی حرفه که انسان این افرادی که اصلا ببینید از اول برنامه ما هی در فکر اون بزرگان بودیم اما هیچ وقت به یادمون نرسید که واقعا عمر جان هم فضلی بر ما داره. اگر همین دعوت عمر نمی بود و همین دلسوزی عمر برای ما حداقل اهل سرزمین فارس نمی بود و لشکر عمرگونه نمی اومد، قادسیه به وجود نمی اومد، فتح به وجود نمی اومد، معرکه پل به وجود نمی اومد، آیا ما چه وضع حالی داشتیم؟ کجا بودیم؟ واقعا دست این بیننده عزیز درد نکنه. اونجا احساس میکنی که بله با صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نزدیک شدید. وقتی که یاد صحابه میافتم یاد اون جانفشانی ها میافتم که در زیر اون درخت رضوان که بعد از اون قرآن کریم اومد و گفت رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اونها راضی شد و اونها از خدا راضی شدن. خیلی پرمعناست، اونها از خدا راضی شدن. رضی الله عنهم، بله خداوند از اونها، از جانفشانی هاشون، از مردانگی هاشون خداوند راضی شد. اما رضی الله و رضوا عنه در بهشت نیست. این حکایت در این آیات قرآن میاد و صحابه هنوز زنده‌اند، صحابه دارن میشنون. این رضایت صحابه از خداوند یعنی در اینجا تحقق پیدا کرده، این دلها از خدا راضی هست. واقعا چقدر واقعا اینا در سعادتی بودن در همین دنیا. حرف امام ابن قیم خیلی پرمعناست که در دنیا بهشتی است که تا انسان وارد بهشت دنیا نشه
هرگز وارد بهشت آخرت نخواهد شد. اینی که خدا رو در دنیا از خدا راضی باشیم، در دنیا با خدا باشیم و در کنار خدا باشیم و احساس رضایت کنیم از خداوند، ایمانمون به قضا و قدر الهی به اوجش برسه، جایی که دیگه اونجا همه چیز خدا باشه و غیر خدا هیچ. اما باز آدم، این دوستایی که میگن که روز اول که وارد بهشت میشیم میریم به دیدار خدا، عزیزان واقعا یک چیزی رو بهتون بگم، قبولش هم کنید، که اینی که در اون فضای بهشت میدونید ما از دیدار خدا کلا غافل میشیم. اینقدر به اصطلاح در اون موج نعمتها غرق میشیم که اصلا این به تصورمون نمیاد که دیدار خدا هم نصیبمون باشه. بله شاید بریم پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، در کوثر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم را ملاقات کنیم، اونجا خویشامون رو ملاقات کنیم، بعد از این که مقداری از اون به اصطلاح سردرگمی، خوشحالی و دست و پا گم کردن خودمون یکم فارغ بشیم و به یاد دیگران بیفتیم. اما میدونید که به یاد خدا نخواهیم افتاد تا اینی که خداوند خودش ما رو صدا بزنه و بگه تریدون شیئا ازیدکم، میخواید یه چیز بهتر و بهتر از همه چیز بهتون بدم، اصلا به عقل ما نخواهد رسید. در اونجا ما همینجور دهنمون وا میمونه، میگیم آی خدا، یعنی خداوند به ما میگه هل رضیتم، آیا راضی شدید، خوشنودید؟ ما همینجوری دهنمون وا میمونه از این سوال. عجیب سوالی هست، یعنی خودمون میگیم که همچین دهن و دست و پا گم کرده میگیم و ما لا نرضی، یعنی چی مثلا مگه میشه که راضی هم نبشیم؟ مگه نه اینی که همه چیز رو به ما دادی؟ خداوند متعال میگه که یه چیزی بهتر بهتون میدم. اون چیه؟ یا خدا چی میخوای به ما بدی؟ ای چیزی بهتر از اینه که به ما دادی اصلا به عقلمون نمیرسه. خداوند متعال میگه که من شما رو از اهل رضوان خودم قرار میدم، فلا اسخط علیکم بعده ابدا، شما رو از کسایی قرار میدم که من از شما راضی شدم و هرگز بر شما خشمگین نمیشم. وقتی این رو میشنوی در روز قیامت، اونجاست که میفهمی رضی الله عنهم و رضوا عنه که برای صحابه اومد چه معنا داشت. اونجاست که دیگه میفهمی صحابی بودن یعنی چی. اونجا میفهمی که دیگه این مردان واقعا لیاقت این رو داشتن. بعد از اون خداوند متعال به ما میگه که یک چیزی دیگه بهتر بدم بهتون. ما اصلا موندیم چه بگیم؟ میگیم علم تبید وجوهنا، خدایا ما رو سفید کردی، علم ما رو داخل بهشت مگه نکردی، از جهنم نجاتمون ندادی. دیگه بیشتر از این چی هست؟ به عقلمون نمیرسه. این منتهای تصور ماست، منتهای اون چیزی که اصلا تصور نبود و الان تصور شد. اینجاست که خداوند متعال فیکشف الحجاب، حجاب برداشته میشه. فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم. اونجا دیگه هیچ چیز، همه این بهشت، همه این نعمتها، همه اینها، دیدار پیامبران، همه اینها در مقابل دیدار خداوند متعال هیچ. بزرگترین نعمت وجوه یومئذ ناظره الی ربهم ناظره، تعبیر قرآنی است که در اون روز گونه ها گل میکنه، این چهره ها چه حال و هوایی پیدا میکنه. تعبیر قرآنی که خدا بهشون بگه ناظره هست، این دیگه به طرف خدا نگاه میکنن. اونم یعنی تصورش خیلی خیلی اصلا به عقل ما در این دنیا نخواهد رسید. اون جایی که به اصطلاح بهشت است با اون حال و هوای بهشتی، اونجا دهنها وا میمونه. اونجاست که دیگه انسان از دیدار خداوند سیر نمیشه. اونجاست که دیگه میفهمیم که واقعا ما هیچ و پوچ بودیم، ما این دنیا هیچ و پوچ بود، همه کارهایی که ما کردیم و همه عبادت هامون در مقابل اون فضل خداوند هیچ و پوچ. و اینجاست که میفهمیم یعنی خداوند رحمان یعنی چی، رحیمیت خداوند یعنی چی. اونجا میفهمیم که دیگه ربنا الرحمن الرحیم، این خدایی که
این همه صفت ها داشت و ما میخوندیم در قرآن العظیم. یعنی چی؟ القدیر یعنی چی؟ یعنی چه بگم؟ در اونجا فقط ماییم و خدامون و نظاره میکنیم به خدامون، به جلال خدامون، جمال خدامون، که دیگه بهشت چیه؟ بهشت هم خلقی از خلق خدا. این بهشتی که ما رو مبهور کرد، این بهشتی که ما رو از در اونجا اصلا از ذهنمون دیدار خدا رو محو کرد، این بهشتی که ما رو دست و پامون رو گم کرد، این بهشتی که ما دیگه حیرت شده زده بودیم اگر خداوند عقلمون رو نگه نمی داشت اصلا اونجا دیوونه می شدیم. این ما در بهشت با یک توان دیگه میریم و الا اصلا امکان نداره اون نعمتهای خدا رو ما بدونیم و باز هم بتونیم ما باشیم. نه، با این وجود همون نعمتها ما رو مدهوش خودش کرد. اونجا ببینید وقتی که با این دوستایی که از حوریات حرف میزدن، بابا وقتی که میرسن اون خدم حور این رو میبینن، خدم حور این رو میبینن تا خدم نوکره رو میبینه میخواد که به سجده بیفته، فکر میکنه که این جمال و جلال الهی است. تازه میفهمه که نه بابا این نوکر است، یه خادمه. اون به اصطلاح خانمش که به اصطلاح منتظرش هست اون یه چیزی دیگه است. ببینید این نعمت ها چطور وقتی که قرآن کریم و پیامبرشون میگن که این از تصور ما خارج هست، فیما از عین اصلا فیما به اصطلاح تصورش از چشم و گوش و تصور انسان خارج هست، اونجاست که دیگه ما این رو لمس میکنیم. اما واقعا دیگه انسان میمونه که در دیدن اون نعمت ها از منعم هم غافل میشه. همونجا هم ما این مردانگی رو نمی کنیم، از منعم غافل میشیم تا خداوند متعال خودش بر ما تجلی میکنه. اگر اونجا این حالت میفته خیلی زشته، خیلی ننگه که تو دنیا ما با این پشیز دنیا غافل بشیم و از یاد خدا و از خدای خدامون غافل بشیم. واقعا جا داره که همین امشب سر سجده بذاریم روی سجاده و پیشانی بساییم که ای خدا از ما در بگذر. در همین دنیا، این دنیا که هیچی نیست، پیش تو به اندازه پشه بال پشه ارزش نداشت، ما همین دنیا هم ما رو از یاد تو غافل کرده. خیلی ممنونم جناب دکتر. ما در گشت و گذارمون در بهشت فرصتمون در این برنامه به پایان رسید و پاسخ به سوالی که پرسیدم هم باشه انشاءالله برای برنامه بعد، برای سوال کسانی که زودتر وارد بهشت میشن و انشاءالله توصیفات دیگر. ما یک 2-3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و انشاءالله باز در برنامه بعدی موضوع رو ادامه خواهیم داد به همراه شما و بینندگان عزیز و پیام‌های بینندگان عزیز رو هم انشاءالله حتما درباره این سرای جاویدانی که در انتظار ماست بیشتر صحبت خواهیم کرد. در پایان من دوست دارم فقط در خلال 1 دقیقه صحبت پایانی شما رو در این برنامه بشنویم. عزیزان عزیز، حقیقتش انسان میمونه، تنها این آیه قرآن کریم رو جلوی روی خودمون داشته باشیم. و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. در بهشت هر آنچه که دلت بخواد هست. در بهشت اون چیزهایی هست که چشمها از دیدن اون مدهوش میشه و لذت میبره و شما در اون بهشت جاویدان هستید. امید است که انشالله در اون جاویدانه بهشت هم دیگر رو باز ببینیم، در کنار هم بشینیم، این لحظات رو بیاریم و در اون فضایی که در کنار پیامبران هستیم، در کنار اولیاء الله هستیم، صدیقین، شهدا، صالحان، در اون فضا یادمون بیاد که بله چه روزهایی رو با هم سپری کردیم و چه نعمتهایی رو خداوند متعال بر ما ارزانی داشته بود. انشالله دیدارمون همچنان باقی باشه تا دیداری در بهشت هم استمرار پیدا کنه. این محبت و این صمیمیت ما باعث بشه که ما انشالله در کنار هم در روز قیامت در بهشت بریم باشیم. انشاءالله. خیلی ممنونم جناب دکتر از مشارکت شما و از صحبت‌های زیبای شما و احساسی که ایجاد فرمودید در این برنامه. تشکر میکنم از شما و حضورتون
و تشکر ویژه دارم از احمد جان، از محمد، از رفیع الله عزیز کارگردان این برنامه و فرید جان منیر احمد و محمد جان مهندس ثناء الله عزیز پشت صحنه و همچنین از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. بهشت آرزوی همه ما و شماست، چون که در بهشت ما بهترین ها رو میتونیم ببینیم. تنها جایی که میشه رؤیت کرد ذات الهی رو در بهشته و تنها جایی که برای من و شما این آرزو محقق میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و انبیا و صحابه و صالحین و اهل بیت بزرگ رسول صلی الله علیه و سلم رو ملاقات بکنیم در بهشت است و تنها جایی که ما به تمام نداشته های خود میرسیم بهشته و تنها جایی که ما اونجا از تمام عزیزانی که از ما دور شدن و رفتن و ندیدیمشون دوباره میتونیم ملاقاتشون بکنیم بهشته. هر چقدر برای این بهشت تلاش بکنیم باز هم کمه و ارزش داره تا بیشتر و بیشتر تلاش بکنیم. در پایان از الله متعال خواهانیم که همه گذشتگان ما رو توفیق رحمت و بخشش و مغفرت خودش نصیب بکنه که در بهشت بتونیم ما و شما و همه امت اسلامی در کنار هم جمع بشیم. در خلال این برنامه تا برنامه آینده میتونید همچنان احساس خودتون رو برای ما بفرستید و انشاءالله در برنامه بعدی مطرح خواهد شد و مورد مرتبط به موضوع بهشت و زندگی در بهشت. الله تعالی یار و نگهدارش.